بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه. سلام حسین. خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمنمون که دشمن خودمون هست، که جهل و نادانی خودمون هست، سکوت میکنیم و به خداوند بزرگ پناه میبریم. متشکرم دوستان. از زبیر درخواست میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنم. سلام دوستان، محمود هستم، یک مسافر. سلام محمود. به نام قدرت مطلق الله. جلسه قبل سومین جلسه از دور 76م سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر محمود با دستور جلسه آداب معاشرت، ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی در روز چهارشنبه 18 خرداد ماه 1401 رأس ساعت 10 صبح آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد: شرایط به خوبی در حال پیشرفت است. مقالات ما در ارتباط با کنسل و بیان ژن در بیماری اعتیاد در ژورنال‌های مهم جهانی به چاپ رسید و مقام بالایی کسب کرد. مقالات ما بیشترین خواننده را داشت. از ما خواستند که مقاله‌ای در مورد DST بدهیم که این مقاله هم به زودی منتشر می شود. معمولا چاپ مقالات 2 سال طول می کشد، اما ما شناخته شده هستیم. مقالات ما پایه یا بیسیک است، همانند علوم پایه در دانشگاه. این مقالات مسیر علم را مشخص می کنند. هر 3 مقاله ما مربوط به مشکلات بشریت است. از چند روز دیگر کل سیری های آموزشی از شعب جمع آوری می شود، مثل کاست های قدیم، چون باعث اختلال در حساب ها می شود. CD هایی که نوشته می شود حتما باید دستنویس باشد و تایپ شده قابل قبول نیست. راهنما که جدید می شود، بعضی می گویند حسمان با این راهنما نیست. چیزی که مهم است رهایی شماست. راهنما خدمت می کند و کمک می کند که شما رها شوید، ولی به هر دلیلی که راهنما رفت نباید به هم بریزیم و بگوییم من نمی توانم سفر کنم. افرادی که کاهش وزن انجام می دهند حتما باید دفترچه رهجو داشته باشند و تاریخ بخورد، ولی به اعتقاد من شمارش کالری نیاز نیست. ما باید نحوه صحیح غذا خوردن را یاد بگیریم و مانند انسان غذا بخوریم. همه چیز هم می توانیم بخوریم. باید اصل غذای مناسب، زمان مناسب و اندازه مناسب را رعایت کنیم. بدن به پروتئین، ویتامین، چربی و هیدروکربنات نیاز دارد. باید ببینیم چه می خواهد. کاهش وزن بیشتر از 2 الی 3 کیلو در ماه نباید باشد، زیرا باعث مریضی می شود و جسم نمی تواند خود را با کاهش زیاد منطبق کند. هر چیزی یک حد تعادل دارد و ما باید آن را در نظر بگیریم. اولین چیزی که در آداب معاشرت باید رعایت کنیم نظم و انضباط است. نزدیک به 20 سال است که سایت داریم. سایت کنگره 60 دارای 2 زبان فارسی و انگلیسی است و از تمام اقصا نقاط دنیا بازدید کننده داریم و گاهی بازدید از سایت به 70,000 نفر در روز میرسد. فضای مجازی هم خوبی دارد و هم بدی. باید از مسائلی که ما را درگیر حاشیه میکند پرهیز کنیم. ما اجازه نمیدهیم هر کسی به نام کنگره 60 در فضای مجازی فعالیت کند. کسانی هم که فعال هستند و کانال دارند، برای مثال یک راهنما میتواند کانال داشته باشد و فقط خودش مطالب آموزشی را ارسال کند. لژیون مردمانی هر نمایندگی میتواند جهت اطلاع رسانی اخبار در راستای هماهنگی امور جاری نمایندگی اقدام به راه اندازی کانال اطلاع رسانی در اپلیکیشن واتساپ نماید. در این کانال عضویت مسافران و همسفران سفر اولی و دومی که جایگاه خدمتی ثابتی ندارند امکان پذیر نمی باشد. رسمی که در یک اجتماع است می شود آداب و کسانی که آن را رعایت می کنند با ادب خطاب می شوند. در هر جامعه قوانین نانوشته‌ای وجود دارد که انسانها انجام می‌دهند. یکی از مسائل آداب و ادب نظم و ساعت است که باید آن را رعایت کنیم. تمام جلسات باید رأس ساعت آغاز شود و رأس ساعت به اتمام برسد. نظم آن است که برای هر چیزی جای مشخصی در نظر داشته باشیم. نحوه صحبت کردن با خانم‌ها و آقایان فرق دارد. فایل صوتی این دستور جلسه را بگیرید و استفاده کنید. تعداد مشارکت کنندگان 10 نفر. مبلغ قانون 11 1,455,000 تومان.
تعداد رهایی‌های هفته گذشته: مسافران آقا 134 نفر، مسافران خانم 14 نفر، رهایی سیگار آقایان مسافر 24 نفر، رهایی سیگار خانم‌های مسافر نداشتیم. تغذیه سالم 3 نفر. تعداد رهایی‌ها از ابتدای سال 1401 1451 نفر. تعداد رهایی‌ها از ابتدای سال 2022 2636 نفر و در نهایت تعداد 127 نفر از مسافران آقا و تعداد 30 نفر از همسفران خانم و تعداد 6 نفر از مسافران خانم با نوشتن 40 سیدی وارد سفر دوم جهانبینی شدند. و اما این جلسه، چهارمین جلسه از دور 76م سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر محمود با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تأثیر آن روی من در روز چهارشنبه 25 خرداد 1401 رأس ساعت 10 صبح آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه. متشکرم. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر. سلام حسین. امیدوارم حال همتون خوب باشه. حالا منم به حمدالله خوب هست. امروز 25 خرداد هست 1401 چهارشنبه صبح ساعت 10:06 صبح هست. هوام خوبه الحمدلله، آلودگی زیاد نیست. چند تا نکته میگم بعد میرم سر دستور جلسه. یک نکته که راجع به لژیون ایکس بگم. لژیون ایکس در پارک ها گفتیم میتونه تشکیل بشه. ساعتش هم قبلا گفتیم از ساعت چند تا ساعت چند، کردم تو ذهنم نیست. میتونه کاملا یک لژیون باشه و بحث هایی که در لژیون جونز انجام میگیره باید قطعا پیرامون کاهش وزن 1 تا 6، کاهش وزن 1 تا 4 و یا ساختمان جسم. این 10 تا CD میتونین در لژیون‌های جونز مورد ارزیابی قرار بگیره، ولی راهنما نمیتونه بگه اینا رو بنویسین چی بشه، چون کار نوشتن CD فقط مال راهنمای شال نارنجی است. ولی خب اگر خواستن میتونن این کار باید انجام بدن. با راجع در لژیون جونز در لژیون جونز راجع به اون CD ها صحبت میکنن. هیچ کار ابتکاری اختراعی نداریم که مثلا اضافه تر ورزش بکن، بدو، مثلا این برنج نخور، نون نخور، قاشقات رو بشمار، کالری ها رو حساب کن، کالری شمارش کن. اینا هیچ کدوم نداریم. اینا همه باعث دکون و دستگاه و بدتر انسان رو حریص‌تر میکنه. ما اگر غذا خوردن درست یاد بگیریم، کاهش وزن قشنگ به نرمی انجام میدیم. کاهش وزن باید حد اکثر در ما بیشتر از 2 کیلو 3 کیلو نباشه. اینهایی که می نویسن که کاهش وزن 4 روزه، روزی 5 کیلو، نمیخوام برای اونا اسم بذارم، ولی اونایی که باور میکنن و این کار انجام میدن که مثلا در ظرف 4 روز 3 روز 20 کیلو کم کنن، اینا انسان‌های معذرت احمقی هستن. فکر نمی‌کنن آقا چه جوری مکانیزم فیزیولوژی که عادت کرده روی یه وزن خاصی، کلیه قلب، تمام اجزای بدن با اون تنظیم شدن و شما یه مرتبه برمی‌دارین می‌خوایم 20 کیلو کم کنین در یه روز 2 روز. بالفرض اگر بتونین شما ظرف یک هفته 20 کیلو رو کم کنین، به هر طریقی، حالا چه جراحی باشه، چه لاغر کردن باشه، به هر طریقی این فکر کردیم که وقت پوست شل میشه، پوست و عضلات زیر پوست این با اون سیستم عادت کرده و محکمه، ولی موقعی چون یه مرتبه خالیش میکنی میفته، پوست چروک برمیداره که یه حالت خیلی زشت و زننده داره. یعنی وقتی کسی یه مرتبه وزنشو 20 کیلو کم کنه، شما اگر با شکم اون رو نگاه کنید حالت به هم میخوره، اینقدر چروک برمیداره یا سینه ها اصلا شل میشه میفته پایین. این از چنین مخاطراتی رو در کاهش وزن سریع ما داریم. باز در کاهش وزن اگر شما کاهش وزن میدی، بعضی ببینید کاهش وزن میدن چشام میره ته گوش، صورت میشه استخونی لاغر این خیال میکنید که مریضن، چون اصولا آدم که مریض میشه وزنش کم میشه. خب عکسش هم صادقه، ما اگر انسان‌ها رو مریض کنیم وزنشون چی میشه؟ کم میشه دیگه. باید کار کنید در کاهش وزن صورت نریزه.
برای صورت نریزه باید پروتئین به بدن برسه. اگر پروتئین به بدن نرسه، بدن چون پروتئین لازم داره ناگزیر عضلات رو بسوزونه و خرد کنه، تبدیل به مولکول و اینا بکنه و بعد از پروتئینش جا کنه برای ساختارهای ضروری دیگه استفاده کنه. بنابراین در کاهش وزن باید پروتئین حتما باید در نظر گرفته بشه. بهترین پروتئینی که در کاهش وزن میتونید استفاده کنین تخم مرغه. نه هر صبحانه 2 تخم مرغ آبپز شما مصرف بکنین، توی همون سیستم در ما 2 ماه 3 ماه هیچ چیزی صورت اصلا به هیچ عنوان نمیرزه. خیلی شاید تمیزتر و بهتر و خوشگلتر بشه ولی باعث لاغری و اونجوری نمیشه. راهنما حتما باید به رهجو دفترچه بدن. دفترچه رهجویی که راهنمای شالارنجی دارن از حالا به بعد راهنمای کاهش وزن میتونن اون دفترچه رو بنویسن به شاگرد بدن. شاگرد باید هر روز حتما باید صبح به صبح خودش رو وزن کنه و در اون دفترچه جا کنه، یادداشت کنه. این نکاتی هست راجع به جونز گفتم. الان دیگه قبلا هر کی راه میشد فوری میگفتم تو میتونی 5 شاگرد قبول کنی، ولی الان نه. الان میگم که رها شدی، آره باید صبر کنی یه ماه دیگه 2 ماه بیا، بعد ممکنه 5 شاگرد بهت بدیم. داره نظاممند میشه. چند وقت دیگه به صورت آزمون و امتحانم در خواهد آمد. کما اینکه الان دیگه مال لژون ویلیام وایت، مال سیگار حتما باید امتحان بدن. امتحان 3 ماه یه بار امتحان میدن و خانم و آقایون هم با هم امتحان میدن. بعد این مسئله موقعی که بخواین رهایی بگیرین، چه خانم‌ها چه آقایون، با تمام اوراق داره عکس باشه. بعضی خانم‌ها میارن عکس رهایی رو میارن 40 CD و فرم رهایی، ولی عکس نداره. باید حتما عکس‌ها باشه. من به خاطر ازت نشن این کار رو انجام دادم. مطلب دیگری، در موقعی که در هر جایگاهی قرار میگیریم ما، چه پیش من چه در جلساتی که راهایی که ما میدم بعد تو جلسه خودشون رو جشن میگیرن، همیشه راهنما سمت راست میسته. همیشه راهنما سمت راست، شاگرد سمت چی؟ چپ. چون راهنما مقام بالاتره، مقام بالاتره، قابل احترامه. شما وقتی هم تو خیابون راه میرین یه شخص بزرگتر از شما هست، شما نمیتونید سمت راست اون آقا حرکت بکنید. چه پدر باشه، چه مادر باشه، چه مقام بالاتر از شما باشه، باید حتما سمت راست شما باشه. شما سمت بالا دست اون سمت راست اون نمیتونید وایسین. بنابراین در قرار گرفتن راهنما و شاگرد باید حتما شاگرد سمت چپ باشه و راهنما سمت راست. در تمام جایگاه‌ها، برای رهایی، برای ایستادن، برای گل گرفتن، برای تمام مراسم. رهایی روزهای معمولی که من هستم اینجا، روزهای چهارشنبه که جلسه دارم، باید کاری کنین قبل از 9:30 کارتون تمام شده باشه. من از صبح ساعت 6:07 اینجا هستم، باید قبل از 9:30 کار تمام بشه که من 9:30 یه سری کارا اداری دارم انجام بدم که بتونم 10 بیام سر کلاس. روزهای دوشنبه هم تا ساعت 12 من اینجا هستم. دوشنبه آخرین ساعتی هم که چهارشنبه هستم ساعت 12 هستم. 12 بگذره من دیگه در کنگره نیستم، میرم به کارهای دیگه بپردازم. روزهای شنبه که رهایی نداریم، فقط چهارشنبه ها و دوشنبه ها و جمعه ها. این 3 روز ما روزهای رهایی مونه. جمعه هم که در پارک هستم تا ساعت 11 میتونن خودشون برای رهایی بیارن. یک دستور جلسه دیدبانان بخورم. ما چهارشنبه جلسه داشتیم با دیدبانان عزیز. دومین جلسه دیدبانان در سال 401 روز دوشنبه 23 خرداد ساعت 2 بعد از ظهر در محل طبقه سوم ساختمان سیمرغ تشکیل گردید. این جلسه با نگهبانی مهندس دبیری علی خدامی و با حضور دیدبانان انجام گرفت. موضوعاتی که در جلسه تبادل نظر شد: 1. دیدبانان مسئول هنگام بازدید از نمایندگی‌ها دفاتر CD ایجنت، کمک راهنمایان، مرزبانان و خدمتگزاران دیگر را تغییر کنترل می‌کنند. ما دیدبان رابط داریم. وقتی دیدبان رابط میره، مال ایجنت و مال همه رو چیکار میکنه؟ کنترل میکنه. حالا مال خانم‌ها اسیستانت داریم. اسیستانتایی که میان اونجا میتونن، اسیستانتی که مربوط به شعبهشون هست، تمام دفاتر نگاه میکنه. همه باید سیدشون بنویسن. هر کی سیدش نتونستن بنویسه، ما در کنگره نمیتونیم پذیرشش بکنیم. چون کنگره ما داریم آموزش داریم معلم پرورش میدیم، استاد پرورش میدیم. چون کسی که CD ها ننویسه، جهان بینی آموزش نبینه، دیگه یواش یواش از خط، از کنترل خارج میشه. کسی در کنگره نباید وجود داشته باشه که CD ننویسه. اصلا ما نداریم.
بالاترین مقام دیدبانان هستن، همه اونا می‌نویسن و خود من هر شنبه دفاتر دیدبانان رو نگاه میکنم، امضا میکنم. پس کسی در هر قسمتی، در هر شعبه مسئول دفاتر نوشتن استیجا خود ایجنته. ایجنت با تمام مرزبانا قسمتی که اداری کار میکنن حتما کنترل میکنه. اگه گفتن نمی‌نویسیم باید جاشون رو خالی کنن، جایگاه خدمتی بهشون دیگه ما نمیتونیم بدیم. میتونن سر جلسات بیان شرکت کنن، تو لیژیونام شرکت نمیتونن بکنن، بعضی لیژیونام برن براشون. این باید به طور جدی در همه این جاها باشه که اینجا تصویب شد. مسافر سفر اول از ابتدای سفر تا 3 ماه اجازه حضور در پارک نداره. مسافری که وارد کنگره شخص می شود، چه مسافر چه همسفر، تا 3 ماه پارک ورزشی نمیتونه بیاد. دلیلش هم برای اینه که هنوز آموزش ندیده، هنوز تربیت نشده، هنوز آداب معاشرت نداره، هنوز قوانین کنگره نداره. ممکنه تو مسابقه شرکت کنه، دعوا بکنه، یک و دو کنه، با این چی کنه، بعد دست به خدا نکرده سرقت بزنه. ما چند تا مشکل تو پارک طالقانی برام پیش اومد، شرط مهم نبود. همه مال کسایی بود که تازه وارد کنگره شده بودن، هنوز 1 ماه اومده بودن، 2 جلسه اومده بودن. پس اگر در پارک طالقانی یا سایر پارک های محل ورزشی کسانی که زیر 3 ماه اومدن کنگره در پارک دیده بشه، اگر اون لژیون شخص مشخص بشه، قطعا لژیون اون راهنما چی شد؟ بسته خواهد شد و یک پاهن منفی واسه چیه؟ راهنماست. پس راهنما نباید شاگرداشون که زیر 3 ماه هستن تو پارکا بیارن. ممکنه بگی نه اگر پارک بیاریم روحیه میگیره، خوبه، میدونیم خوب هست، ولی این سود بالاترین زیان رو در بر داره. زیان خیلی زیادی ما خواهیم کشید، چون بدون تعارف بگم چه همسفر چه مسافر وقتی وارد کنگره میشن وحشی هم. هنوز اهلی نشدن، بدون تعارف میگم. با کوچکترین چیزی پرخاش میکنن، با کوچکترین چیزی عصبانی میشن، با کوچکترین چیزی وارد صحبت میشن. نه بزرگتر سرشون میشه نه کوچکتر سرشون میشه. داری حرف میزنی 100 بار میپره بین صحبتت، مثل آدم طلبکار هست، خیلی تربیت لازم نداره، مخصوصا اگر مصرف کننده باشه، چون به باور و اعتقادی هم به درمان نداره. برای هنوز پرورش پیدا نکرده. این نمیشه در مجامع عمومی اونو برد. باید باشه 3 ماه بگذره، خود یواش 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 تغییر میکنه. میبینیم بچه‌ها میاد میان کنگره، حتی پوشش لباسشون خیلی به هم ریخته است، ولی بعد از مدت 3 هفته 2 هفته میبینید لباس پوشیدنشون عوض میشه، تکلمشون عوض میشه، تربیتشون عوض میشه، آداب معاشرتشون عوض میشه، بزرگتر کوچکتر اینا همه رو چیکار میکنن؟ درک میکنن. با موافقت کنگره دیدبانان و نگهبان کنگره شخص، نمایندگی سبزوار به نام نمایندگی بیحقی چی شد؟ نامگذاری شد. ما تمام نمایندگی رو سعی میکنیم ببینیم، از خود نمایندگی میخوام بگیم که شخصیت هایی که در شهر خودتون هستن، اون شخصیت به خاطر نامشون زنده بکنیم، به نام اون بزرگان چیکار میکنیم؟ نامگذاری میکنیم که این مال بیحقی شد را سبزوار. انجام مراسم پیمان به اهدای شال مسافر مهدی صدیقی به عنوان دیدبان برای مدت 4 سال شال کمک‌نامه‌شون دریافت کردند. دیدبانان حاضر در جلسه سرکار خانم آنیه دژاکام، خانم آنیه کماندار، اشکزری علی رضا، کامران، علی مجدیان، مهدی صدیقی، محمد صادق، سعید، بابک، اصغر، مهدی سنچوری، احمد، مجید و علی خدامی. می‌بینیم بعضی اوقات فامیلا رو به کار می‌بریم، بعضی رو به کار می‌بریم. مثلا علی چند تا علی داریم، یه علی اشکزری داریم، یه علی مجدیان داریم، یه علی خدامی داریم. نمی‌دونم مجبوریم که فامیلا رو به کار ببریم که اشتباه چیه نشه. ولی کسانی که مثل علی رضا یه دونه داریم، کامران یکی داریم، یا مهدی هم چند تا داریم، باز 2 مرتبه مجبوریم فامیلا رو به کار ببریم. آقای دکتر آربین هم به عنوان مهمان در جلسه حضور داشتن که یکی از محققای ما هستن. این هم صورت جلسه بود. یه مسابقه داریم، ما مسابقه ورزشی داریم در پیش. فکر کنم این جمعه نباشه، جمعه آینده است. مال مسابقات 2 میدانیه. عنوان جام مسافر گذاشتیم، چون قبلا مسابقات اینجوری ما میذاریم. مثلا راگبی خب شرکت میکنیم که چند بارم قهرمان کشور شدیم یا نایب قهرمان شدیم. کشتی گذاشتیم، مسابقات جام کشتی. الان مسابقاتی در پیش داریم برای هفته مبارزه با مواد مخدر. البته در هفته مبارزه با مواد مخدر تمام نمایندگی ها اگر
ستاد از اونا خواست یا شورای هماهنگی مواد مخدر از اونها خواست مراسم چیزی انجام بدن و کمک ستاد بکنن و در این مراسم کاملا شرکت بکنن، فعال باشن در هفته مبارزه با مواد مخدر. البته اونها هفته مواد مخدر، ولی مال ما سال مواد مخدر. ما از اول سال تا پایان سال هر روزمون روز مواد مخدره، حتی شبا تا خوابم کار مواد مخدره. ولی حالا چون هفته یه بار در کشور هست، شما در سطح جهانی هست، باید 25 ژوئن در این قسمت چی باشیم؟ فعال باشیم. این مسابقات دو میدانی هم گذاشتیم برای این قضیه که حالا آقای بابک میاد این چیزو میگه، توضیحاتو میده که بابک خیلی تو سریع توضیح بده مال مسابقات کی برگزار میشه، داستان چیه. آقای بابک دیوار روابط عمومی هستن. اتفاق شد دستی بزنید نگاه. میدونم، خودم میدونم، همدن نخوندم. سلام دوستان، بابک هستم مصطفی. سلام بابک. خب 3 تیر ماه به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی که با ستاد کل مبارزه با مواد مخدر کل کشور داشتیم، در راستای اون همکاری هایی که همیشه بین کنگره 60 و ستاد برقرار بوده، با تصمیمی که آقای مهندس گرفتن قرار بر این شد که ما یه همایش دو میدانی خانوادگی بزرگ برگزار بکنیم که اینجا میخوام بگم که جایزه‌ای رو که آقای مهندس در نظر گرفتن در تاریخ دو میدانی کشور تا کنون بی سابقه بوده. یعنی بالاترین جایزه‌ای که ما در دو میدانی کشور داشتیم به گفته خود عزیزان هیئت دو میدانی 3 میلیون تومان بیشتر نبود. برای نفر اول 2 میلیون تومان، برای نفر دوم و 1 میلیون تومان برای نفر سوم. بله، در آخرین مسابقه که برگزار شده در چهاربهار جایزه‌ای که دادن به نفر اول 1 دونه روبالشی بوده که بعد از این جزیره قشم، بله در چهاربهار آقا، بله که بعد از اینی که خب حالا دیدن خیلی آبروریزی شده، افراد رو آوردن تهران و رئیس هیئت دامدانی اومدن و کارتای 3 میلیون تومان، 2 میلیون تومان و 1 میلیون تومان به اون 3 نفر برگزیده دادن. یعنی یه قهرمان ملی میاد میره از اینجا بلیت میگیره میره چهاربهار، قشم یا جاهای دیگه شرکت میکنه تو مسابقه، وقتی برمیگرده یه روبالشی بهش میدن یا یه کارت هدیه 1 میلیون یا 2 میلیونی. آقای مهندس در ابتدا اومدن اجازه دارم داستان این که جایزه رسید به 50 میلیون تومان رو بگم. ابتدا اومدن گفتن که جوایز رو در نظر بگیرید، نفر اول 20 میلیون تومان، نفر دوم 10 میلیون تومان، 15 میلیون تومان و نفر سوم 10 میلیون تومان. ما رفتیم این رو اعلام کردیم به مسئولین وزارت ورزش و گفتن که ما مخالفیم. گفتیم چرا مخالفید؟ گفتن به خاطر اینکه شما این جوایز رو بذارید دیگه جوایز ما در طول سال هیچ ارج و قربی نداره و هیچ کس در مسابقات ما دیگه با میل و رغبت شرکت نمیکنه. عزیزان دعوت کردیم اومدن پارک، همونجوری که اومدن پارک نتیجه جلسه به جای اینکه جوایز کم بشه این شد که آقای مهندس گفتن نفر اول 50 میلیون تومان، نفر دوم 30 میلیون تومان و نفر سوم 20 میلیون تومان. بعد آقای دکتر ایلاجی که معاون اداره کل ورزش جوانان استان تهران بودن گفتن پس آقای مهندس بیاید یک کاری بکنیم، این جوایزی که 100 میلیون تومانی که در نظر گرفتید رو تقسیم بکنیم برای خانم ها هم مسابقه بذاریم. آقای مهندس گفتن مشکل نداره، برای خانم ها هم مسابقه بذاریم، ولی چرا تقسیمش بکنیم؟ 100 میلیون تومان هم برای خانم ها جوایز تعیین کردن. و من فکر میکنم هدفی که آقای مهندس از این قضیه داشتن که چند بار عنوان کردن این بود که ارج و قرب داده بشه به کسانی که میان و زحمت میکشن، به یه مقامی میرسن، به یه جایگاهی میرسن، به جای اینکه از این عزیزان تقدیر قابل قبولی بشه ما میایم با جایزه های پایین، با رقم های خیلی خیلی محدود اینها رو بیشتر دلزده میکنیم. من فکر میکنم فرهنگ سازی که آقای مهندس خارج از بحث درمان اعتیاد تو کشور دارن میکنن، چه در مسابقات ورزشی چه در مجامع پژوهشی و علمی مثل حالا این همایش دانش اعتیادی که برگزار شد، همه اینها نشون میده که خارج از بحث درمان اعتیاد و درمان بیماری های مختلف آقای مهندس دستی هم در فرهنگ سازی در کشور دارن که خب ما اینجا الگو برامون وجود داره که از این الگو استفاده میکنیم. در رابطه مسابقات کوتاه صحبت بکنم، مسابقات 500 نفر در قسمت آقایان شرکت میکنن، 300 نفر در قسمت خانم ها، در دو قسمت حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای یا مبتدی که خب تا اونجا که خبر دارم تو همین 1-2 روزه
قهرمانان آسیا، قهرمانان کشور و یکی دو تا از قهرمانان المپیکی دو میدانی برای شرکت در مسابقات آمادگی خودشون رو اعلام کردن. در قسمت خانم‌ها مسافت 4300 متر و در قسمت آقایون 7800 متر که حالا اون جوایزی که داده میشه 3 نفر اول حرفه‌ای 50 30 و 20 میلیون تومان و 11 نفر اول غیر حرفه‌ای نفر 1 میلیون تومان کارت هدیه بهشون داده میشه. مسابقات از ساعت 7 صبح شروع میشه و اختتامیه‌اش فکر می‌کنم تا ساعت 10 و 30 دقیقه دیگه جوایز داده بشه که به حضور شبکه‌های مختلف تلویزیونی، آقای دکتر سجادی وزیر ورزش، آقای سردار مومنی دبیر کل ستاد مرزا مواد مخدر، این 2 نفر حضور عزیزان قطعی شده، ولی خب حضور آقای استاندار، شهردار و حالا بعضی از مسئولین دیگه استانی و کشوری هم دعوتنامه براشون صادر شده، اینی که میان یا نه بستگی به این داره که توی اون روز چه برنامه‌ای براشون در نظر گرفته شده باشه. ثبت نام همه عزیزان چه از کنگره شصت چه اقشار معمولی در این مسابقات چه در سطح حرفه‌ای چه در سطح غیر حرفه‌ایش آزاده از طریق پورتالی که توی سایت بابت این قضیه تعریف شده که از روز جمعه پورتال باز میشه و چهارشنبه بسته میشه و روز جمعه سوم با داشتن اون کد رهگیری و کارت ملی میتونید در ورزشگاه تختی حضور پیدا بکنید، اون برچسب سینه رو بگیرید و تو مسابقات شرکت بکنید. امیدوارم که همه اینا با اون حضور و نظم همیشگیمون به عنوان یک کنگره در روز جمعه سوم تیر ماه در ورزشگاه تختی یه نمایش خیلی قشنگ دیگه از حرکت‌های بزرگی که کنگره انجام میده داشته باشیم. همینجا تشکر میکنم از آقای مهندس که همیشه با اون حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بزرگی که از ما میکنن تو این مسیرهایی که میریم جلو در مجامع بیرونی واقعا همیشه سرمون بالا بوده. لطفاً به افتخار ایشون دست بزنید. متشکرم. متشکرم. من فکر کنم این مسابقه اگر گفت جمعه باز میشه پورتال و چهارشنبه بسته میشه، اگر اطلاع رسید میشه همون روز اولی که باز میشه بلافاصله پر میشه. به روزهای بعد فکر نمی‌کنم برسه، ولی خب حرکت بسیار قشنگ و زیبایی. توی کنگره دانشجو اعتیاد بودیم، اگر خاطرتون باشه برای جوایز بهترین مقالات و علمی و چه حتی یکی از کارخونه‌های داروسازی بود، مدیر عامل اون کارخونه هم اومد بود بالا سخنرانی میکرد و بعد جایزه نفر اول 300,000 تومان، دوم مثلا 200,000 تومان، سوم 100,000 تومان. شما در نظر بگیرید یه استاد دانشگاه، دکترا، استاد دانشگاه زحمت کشیده، مقاله نوشته، رفته هیئت داوران، بعد برنده شده، حالا بخواد بهش 300,000 تومان بدی کارت هدیه. اگر کارگر ساختمانی هم بود این جایزه باز کم بود بقیه من. اگر جایزه پرتاب آجر داشتیم مثلا مال ساختمانی باز این قشنگی نبود. آخه باید مقام و شخصیت اونا رو حفظ بکنیم. ولی وقتی که مال کنگرهش هست خونده شد که 20 میلیون تومان، اون چیز مجری گفت 2 میلیون تومان، گفتیم نه بابا 20 میلیون تومان. ارزش بره بالا، یا ندن یا انجام نگیره، یا مثلا مجبور که نیستیم، که مجبور نیستیم مسابقات دو میزنیم. اگر میزنیم پس چرا یه رو بالشی میدیم به یارو، مثلا فرض کنیم بخشیم یارو به اون قهرمانی که برنده شد یه رو بالشی میدیم یا 3 میلیون تومان نذارین، اصلا نذارین، اجبار که ندارین، نذارین. گفتم شما اگر این کار بکنیم ما بقیه مسابقات نمیتونیم بذاریم. گفتم عمدن میخوام کاری کنم که نتونیم بذاریم، که اگر خواستیم بذاریم میگه تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. اگر میخوای جای بزرگا بشینی باید اسبابش آماده کنی. بنابراین با 300,000 تومان و با یه روبالشی و یه متکا و اینا این چیزا قشنگ نیست. در نظر بگیرین قهرمان ملی، قهرمان المپیک، قهرمان ملی. یه قهرمان ملی یعنی چیه؟ یعنی قهرمان ملت. یعنی ملت ایران یک قهرمان دو میدانی دارد که اینا حالا در مسابقه برنده شده. از قهرمان ملت چی ما بهش بدیم؟ پس اون جایگاه باید چی بشه؟ اون جایگاه، اون حرمت اون جایگاه چی بشه؟ حفظ بشه. به خاطر من کوتاه نیومدم، هر کار کردن که جایزه بیاد پایین گفتم نه یا میذاریم یا نمیخوام نمیذاریم. من برای پایین کار ندارم. خودم میرسونم برای کنگرهش از 100 میلیون 200 میلیون چندان یه پهلوان نه نصف پهلوان هم داشته باشه همه رو پیاده وجودش قرار میده. تمام از اینا رو
خب اینم ان شاءالله مبارک باشه. من فقط چند دقیقه راجع به کتاب 60 درجه صحبت بکنم. دستور جلسه امروز ما کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر هست. آخرین جلد کتابی که الان زیر دست من هست چاپ 65 هست. به چاپ 65 در تیراژ 10,000 تا چاپ شد. دیگه چون ما دیم 5,000 تا چاپ میکنیم نمیرسیم اصلا، تا تکون میخوریم کتابا تمام میشه. این است که چاپ کتابا رو بردیم روی تیراژ 10,000 تا. الان چاپ 67 هست و تیراژ 10,000 تا که فکر کنم باز مرتبه این به اتمام خواهد رسید. فقط همین اول کتابو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاد الله در هر جا یاد خود از قطره و اقیانوس است. عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر. تحقیقی مستند راجع به صورت مسئله اعتیاد به مواد مخدر و روش درمان آن قابل استفاده برای بیماران مواد مخدر، خانواده ها، پزشکان، محققین و قضات. تاکنون صورت مسئله اعتیاد در سطح جهانی به نحو صحیح مطرح نشده است. در حقیقت این کتاب خودآموزی است برای درمان اعتیاد. ببینید اینجا چند تا نکته رو اضافه مطرح میکنه. یک، صورت مسئله اعتیاد رو این کتاب میشکافه، تحقیق مستندیه. بعد برای مصرف کنندگان مواد، برای خانواده ها، برای پزشکان، برای محققین، برای قضات. این دژکامی که الان ما اینجا داریم با دژکامی که موقع کتاب نوشت با هم خیلی فرق میکنن. اون موقع این اعتماد به نفس بازم داشت. یعنی باز اون موقع هم که کتاب نوشت با همین قلم نوشت که بله اعتیاد، صورت مسئله اعتیاد غلط مطرح شد، در سطح جهانی غلط مطرح شده. بله همه ما میدونیم درمان اعتیاد، علم دنیا، دانش اعتیاد اعتقادی به درمان اعتیاد هیچ عنوان نداره. میگه اعتیاد غیر قابل درمان است. دیگه بزرگترین گروه های درمانی که از امریکا نشأت گرفته، ما در یه جلسه سخنرانی بودیم. با وقت عادی چی حامد برام در میاد. من سخنرانی میکردم در یک همایشی راجع به مواد مخدر. گروه های متعدد بودن. تا اسم حشیش رو بردم، جمع هوجدن رو اصلا رفتم بیرون. گفتم تریاک اینجوری، دیدم نصف سالم باز رفتم بیرون. گفتم هروئین، دیدم بقیه‌شون رفتم بیرون. یعنی اسم هروئین، اسم تریاک، اسم حشیش باز کسی که ترک کرد و می‌مردی بدنش می‌لرزید و حاضر نبود بشینه و بقیه صحبت گوش کنه. یعنی با شنیدن اسم تریاک این آدمی که 10 سال 20 سال ترک کرده حالش خراب میشه با شنیدن اسمش. به خاطر همین میگیم که کسی که درمان شد ترک اعتیاد کرد باید زمین بازی رو عوض کنه، یار بازی رو عوض کنه، توپ بازی رو عوض کنه، تو محیط‌های آلوده قرار نگیره، چه نه. من هر وقت که میرفتم زادان کارخونه‌شم میرفتم اونجا، تا میرفتم اونجا بودم مهندس اومد، فوری بساط شیره و همه چی برقرار میشد و همه چی آماده مهیا میشد. باز آخرین باری که درمان شد بودم کتاب رو میشنم رفتم زایدان، باز گفتم مهندس اومد، فوری سور بساط جور کردم، منم گفتم بیا. منم رفتم اونجا، منم رفتم، نه من ترک کردم تاقچه بالا بذارم اینو. گفتم باشه میام. خیلی خوب. گفتن بیا بکش. گفتم من اینقدر کشیدم که دیگه از گوشام داره دود میزنه بیرون. من نجم توپم پاتون میشینم ولی نمیکشم. نشستم اونجا یه چای خوردم، یه سیگاری کشیدم، ولی باور کنید اصلا مسئله برای من نبود که مثلا حال من خراب بشه فلان بشه. باز روز دوم روز سوم گفتم مسخره کردیم ما رو. گفتم مسخره نکردم، با من دیگه مصرف نمیکنم. نه تنها من بلکه همه شما فرق نمیکنه. الان بچه‌ای که مبصر کلینیکا هستن بعضی مصرف کنن، اکثرا مصرف کنن تریاکن، دارن تو کلینیکا کار میکنن به عنوان مبصر، دارن تو کلینیکا کار میکنن به عنوان راهنما. کلینیکا توش پر بتادون، بپرونورفین، نمیدونم شربت تریاک. گاهی اوقات بعضی از مبصرا ممکن کمک دکتر، کمک پرستار شربت هم مثلا بریزن، ولی اصلا اون حالتا رو نداریم. اون حالات وجود نداره. چون درمانی که ما صحبتش داریم میکنیم درمانی هست که اگر شما یه هروئین رو درمان کردی
بارگاه هروئینی بره تو لابراتوار هروئین سازی کار کنه و مصرف نکنه. اگر تریاکی رو درمان کردی، تریاکی بره توی مزارع کشت خاشخاش گرزای خاشخاش رو تیغ بزنه، تریاک جمع‌آوری کنه یا بغل دیگ باشه ولی مصرف چیه نکنه. اون درمان ماست. و این منظور من اینه که میگم تحقیق درست انجام نشده، صورت مسئله شناخته نشده. هیچ چیز صورت مسئله اعتیاد شناخته نشده. صورت مسئله اعتیاد در سطح جهانی اینه که یه نفر داره مصرف میکنه الکل، میخوام الکل مصرف نکند. یه نفر داره تریاک مصرف میکنه، میخوام مصرف نکنه. یکی کوکائین مصرف میکنه، میخوام کوکائین مصرف نکنه. دوا هم که داده میشه همه علامتی و حمایتیه. میگه تریاک مصرف نمیکنه، بی‌راهی پیدا کرد، میگه خب یه قرص دیفینوکسیلات میدیم، چی میدیم، اسهالش رو میبندیم. میگه خواب نمیره، میگه خب قرص خواب میدیم بخوابه. میگه پام درد میکنه، میگه خب قرص میدیم مسکن میدیم پا درد نکنه. همش علامت حمایتیه. ولی به اون عمق قضیه نرفت که عمق قضیه در این کتاب شکافته شده. یعنی کتاب 60 درجه بنیان مسئله اعتیاد رو مطرح میکنه. تا قبل از این مشخص بود. بعد نقاط کورش رو مشخص میکنه و راه حلش رو ارائه میده. باز در پیش گفتار من لازم بخونم اینو. هدف از انتشار این کتاب روشن نمودن صورت مسئله اعتیاد و چگونگی درمان آن است که در این کتاب با دیدگاه کلی به مسئله نگریسته می شده است. این دیدگاه به صورت ساده و روان مشکلات مصرف کنندگان یعنی معتادین را بیان می نماید و مهمترین گره های کور آن را مشخص و برای باز کردن این گره ها نظریه خود را بیان میکنه. وقتی شما یه چیزی رو مورد نقد قرار میدی باید راه حلش هم بدی. میگه این غلطه، این غلطه، این غلطه. خب غلطه. حالا چیکار کنیم؟ میگه نون نخور، برنج نخور، گوشت نخور، چی نخور، اینا نخورم. حالا چی بخورم؟ میگه اینا غلطه، راهش چیه؟ میگه گره های کور رو دست میذاره روش. میگه گره کور اینجاست. و بعد برای گره کور راه حل درمان و نظری خودش رو میده. میگه علت اینه، باید این کاری کنی. تحقیق در این کتاب به گونه‌ای انجام شده است که در حوصله و توان مطالعه تمام افراد جای باشد تا جایگاه این کتاب هم در خانواده باشد و هم در کتابخانه‌های تخصصی دانشگاه. اینو من 24 سال پیش گفتم. بیش از 300,000 تا 200,000 تا کتاب تا چی شده؟ چاپ شده. و جایگاه این کتاب هم میتونه تو خانواده باشه، هم میتونه در کتابخانه‌های تخصصی دانشگاه باشه. این کتاب آخرش با تمام دانشگاه باید بیان و این کتاب مورد مطالعه قرار بدن اگر بخوان اعتیاد درمان کنن. ما الان نزدیک 50,000 درمان شده کامل داریم، نه از اونایی که اسم تریاک ببینن حالشون خراب بشه. این کتاب وضعیت گروه کثیر از معتادان و الکلی ها را مشخص می‌نماید که در کجای کار قرار گرفتند و علت شکست ترک های پیاپی آنها چیست. مشخص می‌کنه معتادین در کجا قرار دارن، چرا همش شکست خوردن، چرا از هر کسی میگیم آقا 10 بار ترک کردم و باز 2 مرتبه اعتقاد دارم که درمان نداره. علت شکست‌ها تو این کتاب بیان میکنه. این مجموعه اطلاعات و آگاهی‌های بسیاری را در اختیار خانواده‌ها قرار میدهد تا شخص بیمار یا معتاد خانواده خود را بهتر بشناسند و آگاهانه به کمک و یاری او بیایند و برای مبارزه با اهریمن اعتیاد به صورت گروهی نیروی خود را در یک جهت جمع‌آوری کنند. به خانواده می‌آموزه که این علت این معتاد شما مریضی چیه، بیماری چیه. به جای که تو شاخش واسی باش بجنگی، درگیری ایجاد کنی، بگی طلاق بده، طلاق میخوام، از خونه بکنی بیرون، طردش بکنی، کارتون خوابش بکنی، میگه اینا رو باید این نیروها همه این کارا که انجامه رو ناآگاهیه، اعتیاد نمیشناسن. اگر اعتیاد بشناسن میان کمک میکنن به فرد معتاد خانواده. میرن این مریض فرق نمیکنه با یه مریض کلیوی فرق نمیکنه.
اعتیاد چیزی نیست که بگی یا ترک کن یا طلاق میخوام، یا ترک کن یا از کار بیرونت میکنم. یه بیماری باید درمان بشه. این کتاب مشخص میکنه. این کتاب ممکن است همه را سیراب نکند، اما از غرق شدن عده کثیر جلوگیری خواهد نمود. این ممکن همه را سیراب نکنه، ولی از غرق شدن خیلی چیکار میکنه؟ جلوگیری میکنه. کما که از غرق شدن ما جلوگیری کرد. در نهایت این مجموعه برای محققین و پزشکان و مسئولین دری را باز خواهد نمود تا دیدگاه‌های نوینی به موضوع بنگرند و برای باز کردن گره‌های کور این مسئله اقداماتی آگاهانه به انجام برسانند و در حل آن کوشا باشند. زیرا امروز گروه کثیر از معتادان از اعتیاد خود متنفر هستند و راه حلی برای آن پیدا نمی‌کنند. و واقعا امروز گروه خیلی کثیر از معتادان از اعتیاد خودشون متنفرن. حتی بعضی دست به خودکشی میزنن. خودکشی چون حریف درمان اعتیاد نمیشن خودکشی میکنن. یعنی غرورشون، شرفشون اجازه نمیده که مصرف کنندگی بمونن، چون راه پیدا نمیکنن خودکشی میکنن. از اینا ما خیلی زیاد داشتیم. خب باز میگه در این کتاب استادان این سخن گفتند که فعلا گفته‌های آنان برای ما حائز اهمیت است. مطرح نموده این که آنها چه کسانی هستند و در کجا هستند موضوع اصلی بحث ما نیست. به قول معروف چه کسی میگوید مهم نیست، چه میگوید اهمیت دارد. چه کسی میگوید مهم نیست، چه میگوید اهمیت دارد. ممکن کسی دارای بالاتری مدارج علمی باشه ولی لاتایلات بگه، مزخرفات بگه، خزعبلات بگه. ممکن این فرق در پایین ترین مقام باشه ولی حرف حساب بزنه، حرف درست بزنه. در حقیقت این کتاب این کار انجام میده و در این کتاب 14 تا قانونه و 14 تا تصویر نقاشی هست که لیدی مارکانی این رو نوشت و 14 تا قطعه موسیقی داره که خب امیر طبیعتا قطعات این ساخته، چند تاش که اجرا شده، بقیش هم در حال برنامه‌ریزی هستش که اجرا بکنیم. برای این کتاب هم تصاویرش راه به ما نشون میده. در کتاب را کنین قوانین مال جهانبینی ماست. تصاویر نقاشی شدن راه ما رو نشون میده، فیزیولوژی رو نشون میده، جسم ما رو نشون میده، چه مسیری باید حرکت بکنیم و همینطور تصاویر که راه حل و مسیر رو به ما نشون میده. بعضی تصاویر حالت درونی ما رو نشون میده، هم تصاویر مسیر رو نشون میده، مسیر حرکت رو نشون میده که در چه مسیری باید حرکت بکنیم، هم فیزیولوژی ما رو نشون میده که کالبد در چه وضعیتی هست و هم اینکه حالت روحی روانی ما رو همون نبرد درون در این طول مسیر به ما نشون میده. یعنی نقشه راه به ما میده. امیدوارم از این کتاب بتونین استفاده بکنید. به زبان انگلیسی ترجمه شده و جمله عربی و فرانسه هم ترجمه شده. دارن ازش استفاده میکنن که امیدوارم که قطعا براتون مفید واقع خواهد شد. دیگه راجع به زیاد صحبت میکنم. از یک وقت من گوش کردین از همتون ممنون و متشکرم. مرسی. خب متشکرم. چند تا مشارکت بدیم که مشارکت کنین. اول از همسفرها خانم الهه شعبه ابن سینا برای مشارکت. سلام دوستان، الهه هستم، یک همسفر. خداوند شاکرم که در این جایگاه قرار گرفتم. خیلی خوشحالم. آقای مهندس خیلی دوست داشتم امروز اینجا بیام و مشارکت کنم. انرژیشو از قلب فرستادم و خدا رو واقعا از ته قلبم شاکرم. اینقدر تپش قلب پیدا کردم. اگه بخوام در مورد کتاب 60 درجه صحبت کنم، همیشه من این صحبت کردم در مورد کتاب 60 درجه. بعد از کلام الله کتاب 60 درجه برای من خیلی ارزشمنده، خیلی خیلی زیاد، چون باعث میشه که انسان به بیداری و به آگاهی برسونه و کمک میکنه به شناخت انسان. و تو این کتاب اشاره شده که میتونی باهاش همزاد پنداری کنی، یعنی اینکه بیای تو درون خودت سفر کنی و فکر کنی و این نباشه که بگین خب تو این کتاب صحبتایی که استاد اومدن کردن فقط
مختص آقای مهندس، نه، خود آقای مهندس میگه فکر کنید که با تک تک شما هستن، چون همه انسان ها مثل زنجیره هستیم و به همدیگه متصلیم و پی کار اومدیم تو این جهان و قراره کمک کنیم به همدیگه که انشالله به تکامل و به رشد و به آگاهی برسیم. و اگه بخوام در مورد تصاویر کتاب بگم، خیلی حس خوبی در من به وجود میاره و باعث میشه که بتونم یک فرد مصرف کننده رو بیشتر درک کنم. من خودم قبل از این که خب بیام کنگره و شروع کنم به آموزش گرفتن، تو دنیای تاریکی بودم و خیلی بابت مصرف مسافرم اذیت میشدم، ولی از زمانی که اومدم پا گذاشتم توی شعبه و شروع کردم به آموزش گرفتن، خیلی از گره‌های درونم باز شد و اینکه اصلا متوجه شدم رسالت من این بوده که کنار یک مصرف کننده باشم تا من هم بیاموزم و آموزش بگیرم و رشد کنم و تو جایگاه خدمت قرار بگیرم. آقای مهندس، بی نهایت ازتون ممنون، سپاسگزارم و خداوند شکر میکنم که استاد بزرگی مثل شما رو سر راهم قرار داد و زیر بیت شما و زیر پرچم شما هستم. پس خداوند میخوام که کمکم کنه قدم محکم بردارم و همیشه پشت سر شما حرکت کنم با تمام قدرتم. اگه اجازه بدید آقای مهندس، خواستم یه تشکرم بکنم از راهنمای سفر اولم، امروز اینجا حضور دارن، خانم فاطمه عزیز از شعبه شیوان اومدن. خانم فاطمه ازتون خیلی ممنونم، بهم خیلی کمک کردید که تو این جایگاه قرار بگیرم و به انسان‌های رنج کشیده کمک کنم تا آنها هم به بیداری و به آگاهی برسن. مرسی، ممنونم از اینکه به صحبت‌های من گوش کردید. متشکرم، مرسی. از شعبه علی، از شعبه زنجان، لژیون نهم، راهنما حمید زنجان. سلام دوستان، علی هستم، مسافر. تقریبا 20 سال آقرنانتیکس مذهبی شیره تریاک به روش DST با داروی اوتی به مدت 10 ماه 4 روز با راهنمایی استاد بسیار خوبم آقا حمید از لژیون نهم زنجان، ورزش در کنیر باستانی، رهایی 6 ماه. آقای مهندس، خیلی ممنونم که به من فرصت مشارکت دادین. از اینکه تو این جایگاه هستم خیلی خوشحالم. من خودم خیلی آرزو داشتم تو این جایگاه باشم و بتونم اینجا مشارکت کنم و از انرژی و حس حالی که اینجا داره استفاده کنم و از این بابت خیلی خوشحالم و همه دوستان و اونایی که تو این کار زحمت میشن خالصانه با چراغ خاموش ازشون تشکر میکنم و از شما های مهندس که این جایگاه واسه ما ترمیم کردین که من نوعی بتونم به رهایی برسم. از این بابت خیلی خوشحالم. من خودم نقطه تحملم واقعا خیلی کم بود، یعنی زمانی که وقتی مواد میرسید یعنی دست پا مینا میلرزید، ولی با کمک این کنگره و تونستم که تو این جلسات شرکت کنم و کلاس های آموزشی با نوشتن CD ها و کتاب 60 درجه را که 2 بار از روش نوشتم و تونستم به اون مطلبی که اون نقطه های تأملی که داره ازشون استفاده کنم و همیشه شکرگزار آقای مهندس هستم. خیلی ممنون. متشکرم، مرسی. همسفر معصومه از نمایندگی بیرجند. سلام دوستان، معصومه هستم، همسفر. درود و سپاس بیکران دارم خدمت آقای مهندس که راه رو برای گم شدگانی چون ما روشن کردن و خیلی خوشحالم که امروز اینجا قرار گرفتم، در این جایگاه قرار گرفتم و کتاب 60 درجه واقعا کتابی بودش که من خودم اول که مسافرم سفر میکرد زیاد به این کتاب توجهی نداشتم تا اینکه خودم
پا تو راه کنگره گذاشتم و شروع کردم مطالعه کردن این کتاب. واقعا کتاب جامعی بود. من که خودم نمیدونستم چطوری مثلا یک مسافر چه تخریبایی داره و چه جور درگیر مثلا هست و ما اصلا متوجه این نبودیم. وقتی که خودم کتاب مطالعه کردم واقعا لذت بردم از مطالعهش و احساس میکنم که راه خودم رو بهتر پیدا کردم، چون این کتاب واقعا راه درست زندگی کردن رو ما یاد میده. اینکه چطوری از اون تاریکی هامون بتونیم عبور کنیم، چطوری بتونیم به روشنایی هامون برسیم. و من واقعا خدا رو شاکرم و از صمیم قلب آقای مهندس تشکر میکنم از شما و خیلی خوشحالم که در این مجموعه قرار گرفتم و این که رهایی مسافرم و رهایی خودم واقعا یک اتفاق خیلی بزرگی بود تو زندگیم افتاد. انشالله که بتونم در این راه ثابت قدم باشم، خدمت کنم. از کمک راهنمایی خودم خیلی تشکر میکنم و از ایجنت محترم نمایندگیمون خانم مریم که همیشه همراه ما بودن و امروز هم اینجا تشریف دارن، خیلی تشکر میکنم ازشون. انشالله که بتونیم هممون تو این راه ثابت قدم باشیم. ما یاد گرفتیم که آقای مهندس با این مطالعه این کتاب و صحبت‌های شما چطوری به سمت نور حرکت کنیم و اینکه چطوری بتونیم با فرمان عقلمون اون چیزی رو که هست به بهترین تبدیل کنیم و بتونیم به نقطه‌ای برسیم که از اونجا انشاءالله پیدا کردیم. متشکرم از وقت شما. مرسی، متشکرم. من این ورقا رو بر بزنم خورده این بچه ها میتونن خاطراتشون هم اینجا تعریف کنن. خب بازم محمود از زنجان این رو برده. بیا زنجان. سلام دوستان. بالا فشار بدید. سلام دوستان، محمود هستم، یک مسافر. سلام محمود. آخرین آنتیکس شربت تریاک به روش DST با داروی اوتی مدت 10 ماه و 20 روز از لژیون سوم نمایندگی زنجان به استادی آقا سینا سفر کردم. رهایی 1 ماه و 4 روز. استاد خیلی خوشحالم و خداوند شکر میکنم که امروز تو این جایگاه نشستم. در رابطه با دستور جلسه، من زمانی که وارد کنگره شدم توی NGO دیگه راهنما بودم و بنا به دلایلی لغزش انجام داده بودم، ولی نمیتونستم توی اون جایی که داشتم کار میکردم بگم که من این مشکل واسم پیش اومده. پیام کنگره به من رسید و با منیت بسیار زیادی وارد کنگره شدم. 2 تا سفر انجام دادم، تازه فهمیدم که مشکل کارم کجاست. تازه فهمیدم که مشکل من درون منه و توی این مدت کتاب 60 درجه رو میخوندم. اولین چیزی که به من کمک کرد که کتاب 60 درجه یا کنگره رو قبول کنم، یعنی یه چیزی تو دلم بگه آره این راه میشه، این راه رو میتونم انجام بدم و این راه شدنیه، همین کتاب 60 درجه بود. در اواسط سفر دومین باری بود که داشتم سفر میکردم تو کنگره، شروع کردم به درمان سیگار. درمان سیگارم رو شروع کردم و از کتاب 60 درجه کمک گرفتم برای درمان سیگارم، چون میدونستم سفر اوتیم خراب شده، نمیتونم سفر اوتیم رو درست انجام بدم، آخرای سفرم بود. ولی سفر ویلیام رو شروع کردم، از این کتاب کمک گرفتم. زمانی که انضباطی شده بودم، اخراج بودم از کنگره و نمیتونستم بیام کنگره، از این کتاب کمک گرفتم و سفر ویلیامم رو انجام دادم. اولین جایی که به من کمک کرد و ایمان آوردم به کنگره، این کتاب توی درمان سیگار به من کمک کرد. و بعد از اینکه درمان سیگارم درمان سیگار رسیدم، من توی کنگره قبل از اینکه به درمان اوتی برسم به درمان و رهایی سیگار رسیدم. این کتاب این کمک به من کرد و واقعا من داشتم واسه کمک راهنمایی در طول سفرم میخوندم، تو ذهنم فکر میکردم که
چه منبعی رو بیشتر بخونم، بهتر بخونم که توی کمک راهنمایی بتونه کمکم کنه. به این نتیجه رسیدم که تمام منابع کنگره 60 من این برداشت رو کردم، از دل این کتاب بیرون کشیده شده و یک بار دیگه شروع کردم این کتاب رو با جدیت و با دقت بیشتری خوندن. تازه دارم میفهمم که کتاب در مورد چی داره صحبت میکنه. من فقط چشم به سیگار بود، فقط اون موقعی که پله کم میکردم چشم به اوتی بود، ولی الان میفهمم که کتاب در مورد چیزهای دیگه‌ای هم صحبت کرده. از آقای مهندس ممنونم به خاطر این کتاب قشنگی که به یادگار گذاشتن و خدا رو شکر میکنم که امروز تونستم تو این جایگاه باشم و این انرژی رو دریافت کنم. ممنونم آقای مهندس رو تشویق کنم. متشکرم. مرسی. خب ببینیم خانم‌ها چی در میاد. همسفر سمیه، شعبه حافظ، لژیون یکم. سلام دوستان، سمیه هستم، یک همسفر. سلام آقای مهندس اجازه است اعلام سفر کنیم؟ هرچی بخواد بکن. آخرین تکس مصرفی مسافرم شیره، روش درمان DSC، دارو درمان شربت آتی. به مدت 10 ماه رو سفر کردیم با کمک راهنمایی آقا علی و سرمه خانم طاهره. در حال حاضر 3 سال و 7 ماه 20 روز از که آزاد رها هستیم. در ضمن سفر سیگار کردم، آخرین تیک سیگار با آدم سمیکوتین خوراکی. در حال حاضر 2 سال و 7 ماه از مند سیگار رهاست با کمک راهنمایی آقا فرشید. رشته ورزشی مسافرم فوتبال و رشته ورزشی خودم تنیس و دارت. من دوست داشتم از آقای مهندس خیلی تشکر کنم بابت چاپ چنین کتابی که علاوه بر این که تو این کتاب در مورد درمان اعتیاد صحبت شده، در مورد روش درست زندگی کردنم صحبت شده و واقعا یک الگویی هستش که ما ازش میتونیم درس‌های زندگی یاد بگیریم. میخواستم پیام آب بخونم. اجازه است آقای مهندس؟ پیام آب. من آب میآورم تا آنقدر بنوش که سیراب شوی، اما نه زیر آب. من بلندم به بلندای قله هایی که نتوان تسخیر نمود، اما تو بر من مسلح بیا تا عظمت را ببینی. من می‌دانم آنقدر که زمین و آسمان را شب و ظلمت فرا گیرد، اما تو از میان سبزه‌ها نور بیاد و بر بالا آن بنشین و به سوی من پرواز کن تا آنچه به باورت می‌گنجد ببینی. تو می‌توانی همه آنچه که هست با نیروی عقل خویش تبدیل به بهترین کنی و به سوی نقطه‌ای بیایی که آغاز نمودی. به افتخار آقای مهندس. متشکرم. مسافر محمد از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان. حتما اسم راهنماتون هم بنویسین، لژیونتون بیا بالا. تو محمد و علی هم ما همیشه زیاد داریم. سلام دوستان، محمد هستم، یک مسافر. سلام محمد. آخرین آنتیکس مصرفی شیره خوراکی، مدت تخریب بیش از 7 سال، 11 ماه 11 روز سفر کردم به کمک راهنمای خوبم آقا رضا رئیسیان در لژیون 7 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان و به روش DSC با داروی اوتی و به شکر خدا 2 ماه و چند روزه که آزاده رها هستم ورزش در کنگره والیبال. سلام دوستان، محمد هستم، یک مسافر. سلام محمد. خب خیلی جایگاه خوبیه. من بار اول بود خیلی اومده بودم اینجا پیش شما های مهندس، ولی خب این پایین قسمت هم نشده و بیام، ولی خب خیلی دوست داشتم که بیام این بالا و خب مشارکت کنم، حرف دلمو بزنم. من که خیلی به شما مدیونم، یعنی واقعا
تمام زندگیمو من به عنوان یه جوان واقعا خیلی دلم میخواست که از بند اعتیاد رها بشم، ولی اصلا نمیتونستم، هیچ چاره ای نداشتم. یه مصرف کننده بودم که همیشه تو خودم خیلی هم اهل رفیق بازی این چیزا نبودم، تو خودم بودم، همه رو تو خودم میریختم، نمیذاشتم کسی بفهمه و این خیلی اذیتم میکرد. هیچ کسی نبود که برم بهش بگم من این مشکل دارم، من این بیماری رو دارم و واقعا اذیتم میکرد. تا خب شکر خدا واقعا نمیدونم چی کار کرده بودم که با مسیر کنگره آشنا شدم، تو این مسیر قرار گرفتم و خب چون واقعا خواسته درمان داشتم، از همه اول خیلی تلاش کردم و جا داره واقعا از راهنما خوبم یه بار دیگه تشکر کنم. آقا رضا رئیسیان واقعا به من کمک کردن. من اون اوایل سفرم که بود منو بردن کنار دیوار نمایندگی و این عکسای کتاب 60 درجه رو بهم نشون دادن. اون ماشینی که تو کنار دره میره جاده یخ زده بهم گفت محمد تو الان اینجایی، حواستو جمع کن، با کوچکترین اشتباهی ممکنه پرت بشی بری ته دره. و خب هر بار که میرفتم جلوتر 2 ماه سفر 3 ماه سفر با همین تصاویر واقعا به من نشون میدادن، به میگفتن الان یه کمی جاده هموار شده ولی حواست جمع کن، ممکنه جلوی بپاشه به شیشه ماشینه و باعث بشه نتونی ادامه مسیر رو ببینی. و خب این تصاویر، این کتاب خیلی به من کمک کرد. واقعا میگم خودم خیلی متوجه نمیشدم وقتی میخوندم، ولی واقعا راهنماییشون بود که خیلی بهم کمک کرد و امیدوارم که به این خواستم رسیدم. امیدوارم واقعا به خواسته دیگم که خیلی واقعا دوست دارم و دارم براش تلاش میکنم کمک راهنماییم برسم و انشاءالله تو امتحان شهریور ما پیروز بشم. خیلی ممنون. سلام دوستان، سر هستم مصطفی. الان میدونید کاغذ خیلی خیلی گرون شده. الان کاغذ کتابا رو زیاد چاپ نمی‌کنم به خاطری که از دلایل گرونی کاغذه. مثلا اینو ما 10,000 تا چاپ کردیم، رقمی نزدیک 140 میلیون فقط پول کاغذی شد. 140 میلیون نقد. حتی برای 2 روز و فردا نه، امروز میگیرید همه امروز پولش پرداخت کنی. نزدیک 140 میلیون فقط پول کاغذی شد. حالا پول چاپش هست، پول چاپ رنگیش هست، پول مقوای پشت جلدش باز جداگانه است. این کتاب باید قیمتش در بازار به دلیل که کتاب چاپ رنگی هم هست. 12 تا تصویر رنگی داخل کتاب غیر از پشت جلد و اینا 12,000 تصویر رنگی ما تو کتاب داریم. قیمت این کتاب بخوای برآورد بکنید تقریبا نزدیک 178 تومانه. با استانداردهای امروزی 178 تومان قیمت این کتابه. ولی من قیمت این کتاب رو چاپ این 65 و قیمت 68,000 تومان گذاشتم. من سعی کردم با تا جایی که امکان پذیر هست در پایین ترین به اصطلاح قیمت ها باشه که گرون در نیاد. بقیه کتابا رو همینطور من خیلی روش حساب میکنم که بتونن لااقل یه رقم باشه که بچه‌ها بتونن حتی امکان بگیرن و همیشه سعی میکنم پایین ترین قیمت انجام. این یکی نکته مال کتاب 60 درجه و دیگر این کتاب 60 درجه همونطور اولش میشن به درد همه میخوره، چه با سواد باشه چه بی سواد باشه. ولی من فکر نمی‌کنم کسی پیدا بشه امروز بگه من کتاب 60 درجه رو خوندم و همه‌شو فهمیدم. اصلا چنین چیزی توقعی از خودتون نداشتین، چون خود من نوشتم همه‌شو نفهمیدم. خب بریم نفر بعدی. خانم مریم، شعبه خواجو، لژیون دوم. در ضمن شما اینجا میان به هر زبانی خواستید صحبت کنید یه موقع چیزی مختارین. اگر آذری خواستید صحبت بکنید، لری، فارسی، هر زبانی بخواید صحبت کنید مشکلی نداریم. سلام دوستان، مریم هستم، همسفر. سلام همسفر. خدا رو هزاران بار شکر که برای کنار شما هستم. آقای مهندس و اینجا درک میکنم
کتاب عبور از منطقه 60 درجه دنیای منو عوض کرد. من امروز همراه همسفر برای 3 نفر از مسافرام هستم و درکشون میکنم، مسافرایی که هنوز درمان نشده. و کتاب عبور از منطقه 60 درجه نگاه منو نسبت به مسافر تغییر داد و روزهایی رو سپری میکنم کنار مسافرم که شاید اگه این کتاب رو نخونده بودم الان کنارش نبودم. و هزاران بار شکر به خاطر این کتابی که شما نوشتین. سپاسگزارم. تشکر میکنم از شما جناب آقای مهندس. و اینکه کتاب عبور از منطقه 60 درجه همطور که شما فرمودین فقط برای مسافر نیست، برای من همسفرم هست. من موقعی وارد کنگره 60 شدم دقیقا همون راننده اون ماشینی بودم که میخواست حرکت کنه و نمیدونست باید چه کار کنه و راهنما به من راه رو نشون داد و من گفت باید چه کار کنی، باید چقدر تدریجی حرکت کنی که موقع سقوط نکنی. و کم کم وقتی که شروع حرکت کردم اون قسمت تصویر دوم که نور خورشید میزنه توی ماشین، اون موقع تازه من روبرو شدم با مریمی که خواب رفته بود و بیدار نشده بود و با یه ویرانه عظیم از خودش روبرو میشه. و اون موقع وقتی با خودم روبرو شدم باورم نمیشد که من این همه تخریب داشته باشم. میخواستم زود اقدام کنم و اون آموزش های ناب شما بود که به کمک راهنمای عزیزم خانم بتول کمکم کرد که آهسته و تدریجی حرکت کنم و واقعا مسافرم رو بشناسم و عاشقانه دوستش داشته باشم و تا همکنون که هنوز درمان نشده عاشقش باشم و درکش کنم و دقیقا تمام اون صفاتی که مسافرم داره رو در خودم ببینم و آینه تمام نمای من بشه. ممنونم بابت شما، ممنونم بابت این که هستین و این خدمت بزرگ رو به ما کردین و خداوند هزاران بار شاکرم. پایین که بودم اونقدر حسم قوی بود، به بچه‌هام گفتم حتما آقای مهندس من صدا میزنم. و این که چند هفته بود میخواستیم بیایم که شما رو ببینیم و این عقب میافتاد و خدا رو شکر به دستور جلسه افتاد که من با تمام وجودم این کتاب 60 درجه رو لمس کردم و درکش کردم و خیلی خوشحالم بابت اینکه نگاهم دیدگاهم نسبت به مسافرم اون دیدگاه قبلی که چند سال پیش بود نیست و با تمام وجود درکش میکنم. امیدوارم تمام همسفرانی که مثل من راه گم کردن و به هر سوی دست میزنن و تلاش میکنن که بتونن مسافرشون یا رها بشه یا حال خودشون خوب بشه، این جایگاه رو درک کنن و زمان بدن به مسافرشون و کنارش باشن و پا به پاش حرکت کنن و مقابلش نایستن تا راه برای اونم به اذن خداوند و با خواسته خودش هموار بشه و بتونه بیاد. ممنون، متشکرم از وقتتون. متشکرم، مرسی. سلمونه مسافر علی اکبر، نمایندگی سلمان فارسی اصفهان. علی اکبر. سلام دوستان، علی اکبر هستم، یک مسافر. سلام علی اکبر. آخرین آنتیکس مصرفی شیره خوراکی. حدود 20 سال تخریب داشتم که وارد کنگره شدم. لژیون هفتم، کمک راهنمای خوبم آقای رضا رئیسیان که همون نمایندگی سلمان فارسی اصفهان بود. روش درمان که EST بود و داروی درمان هم قوطی. 11 ماه و 11 روز سفرم طول کشید و 2 ماه پیش به دست پرتوان آقای مهندس آزاد و رها شدم. در ادامه
سفر ویلیام داشتم، سفر سیگار داشتم، اونم با مصرف روزانه 2 تا پاکت سیگار بود که وارد لژیون 8 شدم. 30 سال تقریبا داشتم که وارد لژیون 8 شدم. مجددا راهنمای خوبم آقای رضا رئیسیان بودم. 12 ماه و فکر کنم 10 روز سفر کردم و روش درمان DST، داروی درمان هم آدامس نیکوتین. الان هم حدود فکر کنم 1 ساعت و 15 دقیقه است که به دست آقای مهندس آزاد و رها شدم. من اول بگم خیلی خوشحالم، یعنی رهایی سیگارم از رهایی ایکسم خیلی خیلی بیشتر لذت بخش بود، چون سقوط آزاد داشتم توی سفر ایکسم توی موادم، ولی هیچ وقت سیگار رو که 30 سال تخریب داشتم نتونسته بودم. یعنی حد اکثر زمانی که من سیگار نتونسته بودم بکشم 3 روز بود، اونم نتونستم بکشم، نه اینکه به اراده خودم باشه. و واقعا خوشحالم، چون به قول آقای مهندس از همون راهی که رفتیم از همون راه باید برگردیم و امروز اینو واقعا خودم لمس کردم. حالا بحث کتاب 60 درجه شد، بحث قیمتش شد. من توی کتاب ادموندو هریا بود میخوندم که جن یه فریبایی داره، حقه هایی داره و یه جا روح بهش میگه که من هیچی نمیگم، تو این فلان مطلب رو بهش بفهمم. من فکر میکنم روح هم یه چنین حربه هایی داره، چون من به امید اینکه شربت اوتی رایگانه اومدم کنگره و چون واقعا اینقدر فریب خورده بودیم، اینقدر راههایی رفته بودیم که فقط این بود که جیبمون رو خالی بکنن و درمان نشده بودیم و مجددا اومده بودیم مصرفمون رفته بود بالاتر. کنگره هم یه همچین جایی میدونستیم، ولی خب من اینقدر شیره خورده بودم که واقعا دیگه سیستمم ریخته بود به هم. یه بنده خدایی شربت اوتی به من داد، دیدم چیز خوبیه، گفتم این کجاست؟ 100,000 تومان پولش گرفت. گفت که یه جایی هست به اسم کنگره، رایگانم میدم. ما اومدیم کنگره و ثبت نام کردیم. حالا 2 نفرم بودیم، گفتیم با هم بریم. گفت نه شما برو، 2 ما برو، اگه خوب بود منم میام. ما اومدیم کنگره و گزارش میدادیم. یه هفته اول و دوم که دیگه تقریبا افتادیم روی گرفتن داروی اوتی، گفتم میگن رایگانه، یه سبد میگیرن جلو آدم توی جمع، آدمم روش نمیشه که باید یه پولی بندازه داخلش. بعدم یه کتاب میگن حتما باید بری بخری. کتاب رو من رفتم پرسیدم، میگن 38,000 تومان. کتاب شاید 5,000 تومان باشه، 7,000 تومان باشه. یه پیراهن سفید باید بخری، اونم خودشون میگن داریم. رفتم پیراهن سفید رو بخرم، میگن 100,000 تومان. خب حقم داشتم دیگه. آخرین کتابی که من گرفته بودم شاید 15 سال قبل بود که 5,000 تومان 6,000 تومان. پیراهنم نخریده بودیم دیگه، حقیقتا تو دنیای تاریکی بودیم دیگه. بعد همون پیراهن من رفتم از بیرون 130,000 تومان خریدم که تازه فهمیدم کنگره ارزون تر میده و قیمت کتابم که خب دیگه اومد دستمون. من خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم که توی یه دوره‌ای هستم که حضور آقای مهندس رو لمس میکنم و انشاءالله، یعنی واقعا از صمیم قلب میگم، امیدوارم سایه آقای مهندس بر سر خانوادهشون باشه، خانواده بزرگ کنگرهش هست. ممنونم که به صحبتام گوش دادید. متشکرم. مرسی. نامه فضلت چه بشتی؟ همسفر مهدیه شعبه وحید، جایگاه ایجنت شعبه وحید. سلام دوستان، مهدی هستم، همسفر.
خدا رو شکر توفیق حاصل شد، مسیر هموار شد به مثل آب روان و من رسیدم اینجا. همین الان تو دلم میگفتم الان آقای مهندس منو حتما صدا میکنه و آقای مهندس صدا کردم. این ایمان باور قلبی ما هست که من امروز اینجا رسونده به این نقطه. من درباره تجربه خودم کتاب 60 درجه میخوام بگم. اگه اجازه بفرمایید چند بیت شعر اولش شروع کنم حالم رو عنوان کنم. در خودم نشسته بودم با چه حالی زار زار، خانه ام ویرانه و دلم صد که بر بالای دار، با نگاهی اشک آلود و قلبی پر ز خون، ظاهری آرام پشتش دنیایی جنون. زیر لب گفتم خدایا خوب پادشاهی میکنی، حال من را دیده ای انسان خدایی میکنی. گوشه ای در ملک آباد چه ویران ماندم، روشنی بخشی و من تاریک و حیران ماندم. یک سوالت میکنم من را تو پاسخ میدهی، چون شدم خارج از این ویرانه ها بی همراهی. گشته بودم سرد و خسته از دنیا بی معتمد، بنشستم گوشه‌ای با نگاهی منجمد. آمد هنگامی به بالینم زنی نیکو پسند، هم خصالش نیکو و هم ظاهرش نیکو پسند. گفت که میدانم چه حیران و چه ویران گشته ای، چون که میدانم نپرسم از چه اینسان گشته ای. گفت دانم راه را بی راه رفته خطا هم کرده ای، آن سبب دیدگانت را کشیده حق هم پرده ای. چون گرفتی رو به تاریکی و خاموشی رهی، رو نگردانی نیاید بر تو نیکو همراهی. آقای مهندس شما در باور من با تمام وجودم میگم بهترین مهندس کره زمینی و بهترین نقشه رو طراحی کردیم برای ساختن و ساخته شدن انسان. به حقیقت این من با تمام سلولام تجربه کردم. مسافر من بسیار تخریب داشت، کنگره درمان شد، خیلی شاهدش هستن. من هم راجع به خودم صحبت کنم. من مصرف کننده نبودم، ولی تمام حالتهای عکس‌العمل‌های پنهان رو که یه مسافر مصرف کننده آخر خطی داره من همش رو یک جا داشتم. یعنی اینجا عکس‌العمل‌های پنهان رو نوشتم. من افسردگی شدید داشتم، افسردگی شدید. این خاطره هایی رو اگه اجازه بدن آقای مهندس حتما میگم. گوشه‌گیری خیلی زیاد. وقتی میگم گوشه‌گیری من خودم رو 8 سال حصر خانگی کردم تو اوج نوجوانی، از 14 سالگی تا 22 سالگی. من ناامید بودم، بسیار ناامیدی که واقعا اصلا میلی به زندگی نداشتم، اصلا امیدم، اصلا همش میخوابیدم، میگفتم چشام وا کنم که چی بشه، باز خواب 2 تا خواب خوب میبینم، یه دودی میبینم، یه گلی میبینم، تو بیداری پاشم چی ببینم. کم حوصله بودم، خیلی کم حوصله بودم، کندذهن بودم، کندذهن که خیلی ببخشید اصلا دیگه ذهنی نداشتم. من وقتی که با مسافرم ازدواج کرده بودم شماره تماسش رو چند ماه گذشته بود، یکی از اقوام از من خواستن، گفتم من ببخشید حفظ نیستم، بذار این گوشی رو نگاه کنم. خندید بهم گفت تو شماره همسرتون نمیدونی؟ گفتم نه حفظ نیستم دیگه. فکر کنم 4-5 ماه طول کشید تا من 11 شماره رو حفظ کنم. خیلی زمان برد تا حفظش کنم و تنبل بودم، به شدت تنبل بودم، عدم میل به زندگی داشتم، خیلی زود خسته می شدم، گریه کردنم بی اختیار بود. الان از شوق دارم گریه می کنم، ولی اون موقع واقعا نشسته بودم همینجور گریه می کردم. من به قدری میلم به زندگی نبود، هر روزم اگر به مرگ فکر نمی‌کردم، هر روزم خودکشی می‌کردم، هر روز به مرگ فکر می‌کردم. یعنی روزی نبود که من نقشه طراحی نکنم برای نابودی خودم. من بی‌رحم‌ترین آدم در حق خودم بودم. کدوم انسان میتونه نفت و زور خودش رو آتیش بزنه؟ چطور میتونه واقعا یک انسان عادی همچین کاری رو بکنه؟ اصلا من اینا رو وقتی یادآوری میکنم حال خودم بد میشه. میگم واقعا من الان چند ساله، 10 سال تو کنگرم شاید 10 تا قرص کدوم من نخوردم تا حالا. دردم بگیره مثلا بدن مزید بشم سعی میکنم تحمل کنم.
قرصای کپلک هست برای گوسفند تجویز میکنن، من از اونا میکردم تو دهنم چند تا. یعنی سمهای حیوانات رو اصلا برام فرقی نمیکرد. یعنی واقعا دلم برای انسان‌هایی که منو بزرگ کردن، با من زندگی کردن خیلی میسوزه. یه وقتایی هر چقدر تلاش کنم برای جبران خسارت خیلی کمه. من مثل انقدر نازک نارنجی بودم، مثل این چراغ توریه هستش، گازیان روشن میکنی، توریه دیگه بهش دفعه بعد دست بزنی میریزه. من به اون اندازه نازک بودم، یعنی کسی به هم دست میزد فرو میرختم و حالا هم جمع نمیشد این ریزش من. اعتصاب های غذایی که داشتم، غذا نمیخوردم، من به اندازه قرنها خسته بودم. میمدم پیش آسیستنتم، میمدم صحبت میکردم، سوال میکردم، انقدر این خانم کماندار اذیت کردم، انقدر استادم سوال پرسیدم، انقدر از این آسیستنت های عزیز، یعنی به هر دری میزدم به یه حال خوش برسم. گفتم شما میدونید دلیل این همه خستگی درونی من چیه؟ نمیتونستم، به هر چی حساب میکردم گفتم آخه این همه خستگی از کجا اومده؟ این همه حال بد از کجا اومده؟ خب من تو شرایط، ببخشید من حالا راحتم الان حل شده برای خودم. من روزی که خب به دنیا اومده بودم، پدر و مادر من اصلا جدا شده بودن، رفته بودن. اکنون مسئولیت من به عهده مادر بزرگ من بود و باور کنید اینها عموهام مادر بزرگم به اندازه 10 تا پدر مادر برای من خوب بودن، ولی هیچ کدوم اینا به خاطر این نبود که من شرایط بد بزرگ شدم و حالم اینجوری. اصلا من خمار اومده بودم به دنیا، اصلا من حال خراب اومده بودم. من نه دوپامین درستی داشتم، نه اندروفین درست حسابی، نه هیچ کدوم از این مواد مخدر طبیعی بدن من درست کار نمی‌کردن. اصلا من مسافرم وقتی بود کنار رود نشستیم، گفتم جا قحطی بود من آورد اینجا. گفت مهدی تو عجیب موجودی هستی، همه با صدای آب آروم میشن، تو حالت بد میشه. من واقعا اصلا صدا منو به حالم بد میکرد. من سردردهای بسیار بدی داشتم به خاطر اینکه کمخونی شدید داشتم، به خاطر همون اعتصاب غذاهایی که میکردم، به خاطر خیلی خطاهایی که داشتم. حالا کمبودی بود تو فیزیک من کمخونی بسیار شدیدی داشتم که ضعف میکردم و از حال میرفتم و به خاطر همین ضعف کردنم یه بار از پله ها پرتاب شدم. من یعنی بیهوش شده بودم، افتاده بودم به زیر پله و سردردهای شدیدی داشتم. سالها من فکر کنید من چه 10-15 سال با معده درد شدید، سردرد شدید و معده من به قدری درد میکرد چشم. من واقعا همه اینها چشم تمومش میکنم، خیلیه، هر چقدر بخوام بگم اینا تمومی نداره. ولی من از روزی که شروع کردم کنگره 60 اومدم کتاب 60 درجه رو کار کردم و به سیدیاشو نوشتم، آروم همه اینها از وجود من خارج شد، دردها همه رفتن، آرامش اومد سراغ من، حال خوش اومد سراغ من. و من چند بیتش دیگه تمامش کنم اجازه میفرمایید؟ خورشید روشن در نهان، یادت مرا آرام جان، من را به سوی آسمان چون میبری ای مهربان. جانم ز یادت مست شد، من نیست از تو هست شد، بی یاد تو در دیدم اینجا بلند هم پست شد. آن دم که رفتیم از بهشت، شیطان زمین دامش سرشت، از بحر خود ویران نمود او خانه ام را خشت. آنگه که من حیران شدم، من را به سویش تاب داد، این من چنان در آن نهاد کاین از قابش اوفتاد. دنیای من خاموش شد، من آن شجاع چون نوش شد، آتش به جان خویشتن هیزم کشم بر دوش شد. گریان به سوی آسمان دستم گرفتم در نهان، با عقل بیگانه شدم دادم برس ای مهربان. آمد ندا گرداندمت، بیراه رفتی خواندمت، گفتم به سوی من بیا تا بسته در بگشایمت. آمد ندا هوشیار باش، گر خواندمت بیدار باش، بر درد و زخم عاشقان مرهم نه تیمار باش. گفتم دژاکان نام را، گوید به تو پیغام را، او همچو آن است آمده گرچه عوض شد نام را. آن است نشان راه را، همان گدا و شاه را، گوید نشان راه را، هر گم شده گمراه را. در شگفتم از چنین ریدی عظیم، تو نهادی در درونم ای کریم. شکر باد بر من اذن نوشیدن رسید، اذن جوشیدن خروشیدن رسید. مرسی از این که صحبت
متشکرم مهدی، خیلی ممنون. خب امروز ما 2 تا پهلوان هم داریم. خب الان این پیرانی که چون اسم پیرانش پیرانی من الان تنمه، این 8 سال پیش من خریدم از خود کنگره. این چون دیدم پیران‌ها بیرون خیلی خرابه، 1 سال میپوشن، 3 بار میپوشن، آب میره، تنگ میشه، مشکل هست. این بعضی کارا که توضیح میدم به خاطر این بعضی کارا برای من جز ضرر چیزی نداره. چون حتی من پیران‌ها که برای کنگره دادم بدوزن، اون جعبه‌ش هم حذف کردم. مثلا خب 20 تومن مثلا اون جعبه‌اش میشه، مثلا اونم حذفش کنی. و بعضی بچه‌هایی که میپوشن پیران‌ها، اینا 7 سال 8 سال 10 سال کار میکنه. پیران‌ها بیرون اصلا امکاناتی نداره. بعدش هم با اون رقمی که میدوزن یه رقم خیلی کم روش میکشیم، خیلی کم. تازه اونم 4 تا پیران‌ها کادو میره، 4 تا پولش نمیدن، آخرش همون پول مایه اصلیش هم در نمیاد. ولی به خاطر که بچه‌ها داشته باشن، در بعضی شعب میپوشن، به قول که میگم ما خیلی پول زیادی ندارن که از این جنس‌های بنجل بخرن و 6 ماه از بین بره. بعضی وقتا به خاطر این کارا انجام میدم، حالا حرفام توش در میاد، بسیار مهم نیست اصلا. بعدن که خود بگذره خودشون متوجه میشن نه این داستان چیز دیگری هست. خب شال پهلوانی داریم، 2 تا پهلوان داریم امروز. مسافر پهلوان احمد ملکی از نمایندگی هور تهران. مرسی. سلام دوستان، احمد هستم، مسافر. با بیش از 5 سال تخریب وارد کنگره شدم. آخرین هم تیکس مصرف تریاک 10 ماه 15 روز سفر کردم به روش DST با شربت اوتی به کمک راهنمای استاد محترم آقای هاشم، شعبه هور لژیون 12 ورزش در کنگره شنا. الانم 2 سال و 5 ماه و 12 روزی که از بند اعتیاد آزاد راه هستم. فقط جسارتا آقای مهندس، ما دو نفر که قرار شال بگیریم از یه لژیون هستیم، کمک راهنمامون تشریف آوردن. اجازه اگر بدید صلاح بدونید کمک راهنمامون بیاد. حتما تشریف بیارن کمک راهنماشون. اتفاق کمک راهنماشون. صندلی دیگه بذاریم. یک صندلی دیگه بیاریم بذاریم. بشینیم. حالا بیارم صندلی. آقای مهندس فرمودن از خاطراتتون هم میتونید بگید. وقتی آدم وارد آموزش های علم کنگره میشه، یک ذره اگر درک میکنه، خواست، تقدیر، فرمان رو میتونه حس کنه. من یه روزی، حالا زیاد توضیح نمیدم، یه روزی به یه جایی داشتم میرفتم یه شعری گوش میدادم، ناخودآگاه برگشتم گفتم، البته حسام باز بود قبل از اعتیادم، برگشتم گفتم اینا چجوری شدن شاعر. حتی بابا طاهر اوریان هم یادم افتاد و من نیم ساعت دیگه اونجا رسیدم، به اون زیارتگاه رسیدم، شعره برای من باز شد. یعنی خواستم پیام بدم به همسفرم که من رسیدم، انگار یکی از درون گفت که با شعر بگو. اولین دو بیتی رو گفتم، کاری ندارم، اومدم این همه باور، این همه اطمینان من به هم ریخت. بعد چند سال به هم ریخت خیلی بد. حتی این شعر یه 4 بیتش یادم بگم، چون الان دیگه نمیتونم بگم، ازم گرفته شده، ولی انشالله امیدوارم بتونم دیگه اون شعرهای قبلی ها برگردم بنویسم. نوشتم: من این غمگین مسکینم که از تیمار میترسم، از این بیمهری دنیا کنون بسیار میترسم. به من رو کرده این دنیا، مرا دیگر ملالی نیست، ولی از خود پشیمانم، از این دیوار میترسم.
جوانی کردن سر به می مستی و پیمانه، دلم میخواهدم می را ولی این بار میترسم. رهم گم شد نمیدانم روم میخانه یا مسجد، کمک یارب بخوابم چون از این بیدار میترسم. من از خدا خواستم کمکم کرد، من به خواب رفتم یه روزی به خودم اومدم من تو کنگره‌ام، یعنی یه جور هدایت شدم، دیدم این چیزایی که البته گفتم این آموزش ها این علم باعث میشه بری قدیم ببینی یه چیزایی یه چند سال پیش خواستی امروز داره اتفاق میافت. اومدم تو کنگره حالا بماند میگم نمیخوام بگم دنبال عالم بودم و دنبال چی بودم این صحبتو، اونقدر لذت بردم اونقدر کیف کردم. یعنی استاد امین میگه زمانی که حالتون خرابه بلند شید بیاد، من با حال خراب اومدم و چقدر بهترین حالها بهترین اتفاقا برام افتاد و امروز اگر اینجا نشستم به خاطر بزرگواری آقای مهندس و کنگره هستش و لطفش رو نشون میدن. من کاری نکردم. من ساعت 12 یه روز یادم مهمون داشتیم، ساعت 12 شب مهمونامون رفتن، من سریع لباس پوشیدم داشتم میرفتم. بچه 5-6 ساله من گفت بابا کجا میری؟ گفتم دارم میرم سر کار. گفت بابا الان موقع کاره؟ اون نمیدونست من خمارم، اون نمیدونست من چی میکشم. بچه میفهمید، من نمیفهمیدم. کاری ندارم. اون روز رفتم مغازه مال خودم بود ولی اونقدر غرور داشتم روم نشد مغازه درش رو بزنم کارگر باز کنم. نشستم 1 ساعت و نیم در مغازه سیگار کشیدم، بلکه یکی به مغازه مال خودم بود میگم، بلکه یکی بیدارش آب بخوره بگم در باز کن. یعنی کجا داشتم میرسیدم. هر موقع خودم وزن میکردم ذره ذره آب میشدم از درون، به کسی نمیتونستم بگم، داشتم آب میشدم. بالاخره کنگره اینا رو به من برگردون، جلو آینه نمیتونستم برم. امروز دارم واقعا لذت میبرم، انگار که زندگی برای من یه تلویزیون سیاه‌سفید بود. کنگره برای من اینا رو رنگی کرد. خانواده رو داشتم ولی انگار نداشتم. خانواده رو برگردوند، از حیات، از کار کردن من لذت میبرم. از هر چی داده اینا واقعا دلیه، از دل میگم. اصلا کسی نیستم که نقشه بکشم یه سید، واقعا دلیه. هر کاری میکنم اینو خیلی بدهکارم، خیلی تلاش میکنم. فقط هم همیشه میگم به تو لژیونم یا تو شعبم مثلا میگم دعا کنید تا امیدوارم خدمتگزار باشم. از زیاد وقت نگیرم. یه از معجزات واقعا از نظر من معجزه است دیگه. من تو تاریکی بودم، الان گفتم یه 2 تا گوشه‌شو گفتم، تو تاریکی بودم، همه تقریبا شبیه هم بودیم، مشارکت ها رو آدم میدونه گوش بده. حالا تقریبا کم ده. امروز یه جایی رسیدیم جلوبر آقای مهندس، من اولین بار پارک رفتم عینک زده بودم، خودم نمی‌دونستم قانون کنگره رو، عینک زده بودم، دیدم بچه‌های لژیون دارم میخندن، می‌خواستم کسی منو نشناسه. امروز با افتخار میگم کنگره‌ایم. وقتی آقای مهندس از مقاله ها صحبت کرد من به همه داشتم میفرستادم، افتخار میکردم، احساس غرور میکردم. کنگره همه چی به من داده، امید داده و از این بابت خیلی 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 خداوند شاکرم که مسیرمو به کنگره، از اساتید کنگره، آقای مهندس، خانوادهشون خیلی سپاسگزارم. از دیدبان ها، از آقای زرکش که جا داره اینجا بگم آقای مهندس، ما یک شنبه یه جلساتی داشتیم، آقای زرکش جلسه میذاشتن، ما میرفتیم ساختمان سیمرغ، خیلی انرژی خوبی داشت و اکثریت احساس میکنم، من در جایگاهی نیستم این نظر، اکثریت احساس میکنم پهلوانان محصول اونجا پولدار شدن. انرژی خوبی داشت و امروز دنبال این انرژی میگردیم، دنبال این جلسات میگردیم. اگر میشه شما نمیدونم، حالا انشالله به امید خدا این اتفاق بیفته و بریم باز دور هم جمع بشیم. از کمک راهنمای محترمم خیلی خیلی سپاسگزارم، واقعا از خانوادهشون، از زندگیشون، از کارشون در جریان هستم، میذارن قبل از من اونجا هستم با آغوش باز، با لب خندون به من انرژی میدن، من آموزش میگیرم. خیلی ممنون که مشارکتتون گوش دادید. مرسی. خب با همتون میخواد صحبت کنیم چند لحظه بعد یکم راجع به صحبت کنیم.
من میخوام بذار قرآن اینو بدم بر مال چیز بده، مال احمدو بده. و اما پهلوان دیگری از هر مسافر، پهلوان عیسی ثمرخواه از نمایندگی هر. سلام دوستان، عیسی هستم مسافر. سلام عیسی. منم با 20 سال تخریب وارد کنجره شدم. آخر نانتیج 3 مصرف انواع مواد قرص بوده. 11 و 19 رو سفر کردم به روش DSC با شربت اوتی به کمک راهنمای محترم آقا هاشم. الانم 5 ماه آزاد رو هستم. در ادامه سفر سیگار انجام میدم به روش DSC با آدامس نیکوتین به کمک راهنمای محترم آقای شیر محمدی. 12 قطعه ورزش در کنجره، والیبال، بسکتبال. من در مورد بخوام صحبت کنم خدمتگزاریم، تازه اومده بودم کنجره تقریبا 4 سال خورده پیش. اکثر بیمارستان ها رو رفته بودم چون مشکلی که داشتم هیچ جواب نمیداد. واقعا دکترها میرفتم التماس میکردم که به نیت این که راحت شم از این شرایطی که دارم، که عمل کنه مغزم که مشکل داشت 2 تا از راجعم میگفت هیچ راهی نداره. من دنبال این نبودم که خوب شم، دنبال بودم راحت شم از این قضیه. بعد میگفتن هیچ راهی نداره، حتی 2% هم بهم میگفتم آقا قبول میکنم. تا اینکه اومدم با کنجره آشنا شدم. وقت کنجره آشنا شدم الان خدا رو 1000 مرتبه شد. 4 سال هیچ قرصی به خاطر مغزم نخوردم. اون روز به راهنما میگفتم معجزه شده، من بدون که خودم بدونم. معجزه یعنی این عیسی که روز 15-16 تا باید قرص میخورد، تازه حالا مواد داشت جای خود. بعد باز آروم نمیشدم. الان بدون که بدونم، من حتی نرفتم هم دنبال دکتر. معجزه اینه برای من. بعد من 1-2 تا خاطره بگم از این شعر که بلد نیستم مثل احمد آقا بگم، ولی خاطره بلدم. تازه دنور شده بودم، اومدم خانمم گفت به من پول بده، همسفرم. گفتم ندارم. گفت چطور 50 میلیون یه جا میبره کنجره بده. بعد گفتم به شما بعدا میگم. هی این ادامه پیدا کرد تا سال قبل خودش دنور شد. بعد با صحبت میکنم میگم خب چطور شد دنور شد شما این همه خرج زنده؟ میگه لذتی که بوده من نمیدونستم. من واقعا نمیتونستم تعریف کنم. الانم دارم میگم دوستای میاد میگه چه حسی؟ میگم نمیشه حسو گفت. باید اون حال خودت داشته باشه، اون شرایط برید توش. حالا میخواد 6 تومن باشه، 50 تومن، 500 فرق نمیکنه. برید اون داخل. تا من با تعریف کردن واقعا نمیتونم تعریف کنم. بعد از 4 سال من یه مقدار به هم ریختگی داشتم. اومدم پیش مهندس سفر مجدد بگیرم. مهندس سفر مجدد داد. آخر سفرم بود. اومدم گفتم اجازه بدی من خدمتگزار باشم، 500 میلیون پرداخت کنم. گفت نه آخر سفرت نمی. گفتم مهندس ندی میرم همه پچ فامیلا رو دنور میکنم. خب بعد گفت چرا برای چی؟ خب گفتم خب سفر مجدد، من که مصرف مواد نداشتم. گفت راهنماتو بگو بیاد. راهنما آقاشم اومد گفت چرا بریم؟ گفت حالش یه مقدار به هم ریخته بود، افسرده بود. بعد اجازه دادم. ممنونم ازش 1000 بار. یعنی برای زندگیم اونقدر برکت اومده، خدا شاهده نمیشه همیشه گفت. واقعا زنده هم آرامش اومد. اول ساده بودم، میگفتم خدای میدم بهم پول بده، تو قرآن گفتی. بعد 10 برابر تو قرآن میگفتم خودت گفتی تا 700 میدیدم آقا 30-40 برابر میده. ولی الان دیگه یه مقدار حرفه‌ای‌تر شدم. میگم خدایا حال خوش بده پولم، ولی خدام اونقدر استاد بزرگی، هم پولو میده هم حال خوشم. ممنونم ازتون برای من گوش دادید. قرآن شریف
خب حالا راهنماشون صحبت کنه که چجوری تو دوستان پهلوان تو لژیونت پرورش دادی؟ سلام دوستان، هاشم هستم، مسافر. سلام هاشم. تقریبا 8 سال آنتیکس مصرفی شیره شیشه، مدت سفر اول 14 ماه و 10 روز به روش DST با داروی اوتی، به کمک راهنمای گرانقدرم آقای مهدی کنعانی، رهایی دقیقاً 6 سال و 8 ماه. ضمن سفر سیگار داشتم، تقریبا 17 سال آنتیکس مصرفی 40 نخ سیگار، مدت سفر اول 12 ماه و 10 روز، به راهنمایی آقای علی اسفندیاری، رهایی هم دقیقاً 4 سال و 8 ماه. ممنون آقای مهندس، اجازه دارید من همینجا حاضر شم. من اسممو نوشته بودم برای مشارکت، گفتم که اگه حالا قسمت شد بیام بالا، خداوند قسمت کرد، نصیب من هم شد. بچه ها میگفتن چی صحبت کنیم، گفتم کاری نداره، حالا میرید حستون رو میگید. اون تا از موقع که اومدم بالا انقدر تپش قلب گرفتم باور کنید اصلا نمیدونم چرا اینجوری شدم. من اگه اجازه بدید یکی دو تا خاطره بگم بعد خوبه صحبتمو کنم. من تخریب زیادی داشتم بر اثر مصرف شیشه و شیره و همیشه دنبال این بودم که خب خونمون خالی بشه، بشینم مصرف کنم و دوست داشتم بیشتر با همکاران باشم. خب من توی خودروسازی کار میکنم. خانمم زنگ زد به من، گفتش که من دارم میرم خونه بابا مینا افطاری. بعد منم از خودم بود، گفتم که یه ذره اولش ناز کردم و گفتم نه چه خبره هر روز میری خونه باباتینا، نرو. بعد که فهمید که مثلا من قصدی ندارم رفت و من سریع زنگ زدم به دوستام، گفتم که بچه‌ها بیاید بریم، ما خونمون اوکی شده، افطاری هم از خونه باباشیناست نمیاد حالا ما رفتیم شروع کردیم به مصرف و بعد خانومم هی زنگ پاشو بیا، اینا افطار کردن، شامو خوردن، طبق روال منم مصرف رو انجام دادم و ساعت تقریبا شد 10. این همکارا و دوستا رو راهی کردم. بعد گفتم خب یه سیگار بکشم، بعد یه ذره کولر رو روشن کنم، بعد میرم حالا دنبال همسرم. کولر رو روشن کردم، یه ذره گوشه پنجره رو باز گذاشتم و گفتم سیگار که میخوام بکشم خب آشغالا رو ببرم جلو در بذارم دیگه که هیچ اثری از جرممون نباشه. سوار آسانسور شدم، دکمه رو زدم طبقه سوم که برم پارکینگ. آسانسور ول شد و سقوط کرد، اومد بین طبقه اول و دوم گیر کرد. منم بیهوش و دیگه از آتش نشانی اومدن منو در آورده بودن، غافل از این که من موادمو گذاشته بودم روی اوپن. بعد دیگه رفتم با همون حال دنبال خانومم، خب عین گچ سفید شده بودم، رفتم دنبال همسرمو برداشتمش و حال منو دید متوجه شد، گفت چرا اینجوری؟ گفتم اینجوری تو آسانسور گیر کردم، هی به من میگی زنگ میزنی بیا تو آسانسور گیر کرده بودم. بعد اومدیم و خب قاعدتا از پله ها اومدیم بالا. همسایه طبقه دوم صدام کرد، گفت حالت خوبه میزونی و اینا؟ گفتم آره. به خانمم گفتم شما برید بالا منم الان میام. بعد اینا رفتم بالا و یه دفعه دیدم صدای داد و بیداد میاد، اینا چیه؟ بعد تازه داستانی افتاد. سال قبلش من به اصطلاح ترک کرده بودم، گذاشته بودم کنار و قسم خورده بودم که به مواد لب نمیزنم. منتها همون روزش تو سرویس بهداشتی من موادمو مصرف کردم و همینطور ادامه داشت. خب خداوند این تقدیر رو برای من نوشت، با کنگره آشنا شدم. همون شب خانمم عقدنامه رو برداشت و پسر کوچیکم هم برداشت و رفت و من کنگره رو دورادور میشناختم. اومدم سفرمو شروع کردم، تقریبا 2-3 هفته از سفرم گذشته بود. کتاب 60 درجه رو خوندم و امیدی که کتاب 60 درجه به من داد بهش گفتم یه همچین جایی هست، خواهش میکنم برگرد و بیا و اینها. خب خدا رو شکر اومد هم مسیر شدیم، با هم کمک راهنمایی قبول شدیم و تا به اینجا داریم خدمت میکنیم. یه روز اگه آقای مهندسی یادشون باشه این بالا بهشون گفتم
فرزند دومم که به دنیا آمده بود گفتم آقای مهندس امروز که ترین آوردیم خدمت شما، چند سال پیش خانومم رفته بود. گفت خب الان که هستش. دقیقا همین حرف گفت الان که هستش، زندگیت خوبه؟ گفتم خدا رو شکر. هرچی دارم از کنگره دارم. و یه خاطره اگه اجازه بدید کوچیک هم در رابطه با لژیون هم بگم. من کمک راهنمایی قبول شده بودم، به خاطر شرایط شعبمون اجازه نداشتم، یعنی جا نداشتیم که خدمت کنیم. خیلی دوست داشتم این جایگاهو. یه شب تو خواب گفتم آقای مهندس، اومدم به خوابم گفتم آقای مهندس من خیلی دوست دارم لژیون بزنم، چرا به من لژیون نمیدید؟ بعد گفت ایجنتتون کیه؟ گفتم آقا عبدالله. بعد صداش کرد گفت عبدالله. بعد آقا عبدالله یه دفعه ظاهر شد. بعد ظاهر شد آقا مهندس گفتش که به این بچه چه لژیون نمیدی؟ گفت آقا جا نداریم، شرایطمون نمایندگیمون کوچیکه. گفت همین امروز بهش لژیون میدی؟ بعد گفت چشم آقا. صبح بود، منم سر کار بودم، ساعت 8 صبح آقای ملکی به من زنگ زد. گفتم که آقای ملکی میخواید لژیون به من بدید. گفت تو از کجا میدونی؟ گفتم یکی به من گفته. بعد بنده خدا پیگیر بود که کی گفته، حالا از دفتر نماینده راهنمایی و اینا کسی گفته بود. بعد گفتم نه یکی به من گفته. اذنش صادر شد، خدا رو شکر اومدم توی مسیر خدمتی. و اینکه واقعا آقای مهندس سوال میکنن میگن چی کار کردی دو تا پهلوان، باور کنید من هیچ کاری نکردم. من خودم هم از این عزیزان یاد گرفتم. من کسی بودم که سال اول که میخواستم لژیون مالی شرکت کنم مقاومت میکردم. بعد با همسفرم قول و قرار گذاشتیم، گفتیم یکیمون عضو لژیون سردار شیم. اون موقع 5 میلیون تومان بود. بعد جور کردیم و آقای نگهبان لژیون سردار اکبر آقا شاهد اینجاست، اومدیم عضوشیم. گفتن که امسال آقای مهندس اعلام کرده 6 میلیون. گفتیم ای بابا. اومدم به اکبر آقا گفتم اکبر آقا مثل این قسمت نیست ما عضو لژیون سردار بشیم. گفت چرا؟ گفتم این همچین داستانیه. گفت امسال جفتتونم میشید. گفتم بابا من کارگرم، خانومم حالا کارش اداریه، نمیتونیم. خیلی برای ما پول بود. خدا رو شکر قسمت شد، جفتمون هم همون سال لژیون سردار شدیم. و باور کنید این باور قلبی منه، من لژیون سردار رو خیلی دوست دارم. امسال خودم عنوان دنوری کردم، البته 14 تومانش هنوز مونده. اگه آقا مهندس اجازه بدن 1 ماه هم به من فرصت بدن سوء استفاده کنید. اون 14 تومان هم انشالله پرداخت کنم، به این جایگاه هم برسم. بیشتر از این صحبت نمی کنم. همتون رو دوست دارم. به احمد و عیسی عزیزم خدا قوت میگم و بهترین ها رو براشون خواست دارم. ممنون. متشکرم. مرسی. سلام دوستان، هستم مسافر. خیلی بچه ها اومدن پیش من که آقا رقم پهلوانی ببر بالا، رقم جدید عنوان میکن، که تا حالا موافقت نکردم من، چون بودم باز مرد تو در سر میفتن. آره اونم خیلی پیشنهاد کردن که رقم ببرم بالا، گفتم نه فعلا دست به اون رقم نمیذارم. فقط اینو باید بدونیم، ما اگر یه روز هممون بدونیم که ابراهای ما مسافریم، هممون دیر زود میریم. نکته بعدی، هر چی داریم دست ما امانته، مال اون نیست. منظورم اونا هستن که بعضی مالی توان مالی خوبی دارن، مال اونا نیست، امانته. این زمینی که الان بروش نشستیم یعنی 4 میلیارد سال این زمین وجود داره. 4 میلیارد سال این زمین وجود داره. چند روز دست ماست، میفروش میشیم، باید فردا دست یکی دیگه است. انسان بدونه که مال کسی هست که بتونه ببخشتش، بتونه خرجش کنه. به قول که میگم خر مال اونی که سوارشه. این مسلطه بر مادیات سوار باشه. بعضی مادیات برشون سوارن، بعضی بر مادیات سوارن، بعضی مادیات بر اون سوارن. 80 سالشه، 90 سالشه، هنوز حساب بانکیش چندین میلیارد، هنوز 1 قرون از دستش نمیفته به یه نفر کمکی چیزی بکنه.
و اگر ما یه روز باور بکنیم هممون که وعده خداوند دروغ نیست، همین یک کلام باور کنیم کافیه. اونا که وضع مالی خوب دارن یا همه به طور کلی همه انسان ها فقط همین یک کلام فقط باور کنن که وعده خداوند دروغ نیست، بعد متوجه خواهند شد. خب جلسه رو میدم به دبیر. سلام دوستان، محمود هستم، یک مسافر. حال طبق قانون 11 سبد پول به گردش در می آید. کمک های داوطلبانه ما باعث خودکفایی می شود و کنگره را در رسیدن به اهدافش یاری خواهد نمود. بیا محمد صادق ببر. نه اینو ببر. Yes. خب عزیزان جمع شد حساب سوادها. خب عزیزان میدونیم که وقت جلسات چهارشنبه زمانش 2 ساعته. اگر هنوز ما تأخیر نکردیم، حالا من بتونم کمترش بکنم، ولی سقف چهارشنبه ها 2 ساعت هست، جلسات بعدی 1.5 ساعت هست. این از که هنوز 10 دقیقه داریم، ولی خب من سعی میکنم 2 ساعت هست زودتر تمام کنم. خب میریم برای 2 چیز. دبیر تشکراتو بکن. از خدمتگزاران جلسه، مرزبان کشیک آقا رسول، مرزبانان خانواده خانم اعظم، خانم فاطمه، لژیون خدمتگزار، لژیون مرزبانی، مسئول صوتی مسافر حسین، مسئول پذیرایی مسافر منصور، مهمانداران مسافر عباس، مسافر احسان، نگهبانان نظم مسافر رضا، مسافر حسن، فیلمبردار مسافر وحید، عکاس مسافر علی، مانیتور و تابلو روان مسافر مجید، اینستاگرام خانم شانی و کلیه دوستانی که در این جلسه خدمت نمودن تشکر میکنم. خب خانم های مرزبان کار اجازه میدید جلسه رو ببندم؟ خب اجازه در مرزبان های آقا اما دیگه مطلبی نمونده جلسه رو به پایان میرسونیم و همه تون رو به خداوند بزرگ میسپارم. میریم برای دعای کنگره. سکوت میکنیم. در این سکوت از خداوند میخوایم که ما رو از قهر به طرف مهر هدایت بکنه. در این سکوت هر کس هر خواسته یا دعایی در پیشگاه خداوند داره بر ذهن خودش مصور کنه. فقط یک خواسته یا فقط یک دعا. خداوندا